سلام، در این جلسه قراره با محیط نرم افزار آشنا بشیم و این مقدماتی از برنامه‌نویسی رو بررسی کنیم. نرم افزار STM32 Cube IDE رو بازش کنید. در پنجره STM32 Cube IDE لانچر از شما میخواد که یک ورک اسپیس رو انتخاب کنید. ورک اسپیس یک پوشه است که شما یک تعدادی پروژه رو داخل این پوشه ذخیره میکنی و در یک زمان توی یک پنجره کیوب آیدی شما میتونی یک ورک اسپیس رو باز کنی و به تمام پروژه هایی که داخل اون ورک اسپیس یا اون پوشه در حقیقت ذخیره شدن دسترسی پیدا کنی. من یک پوشه اینجا ایجاد میکنم به نام AC Project. داخل این پوشه یه پوشه دیگه ایجاد میکنم، اسمش رو میذارم کیوب آیدی ورک اسپیس. من میخوام این پوشه کیوب آیدی WS ورک اسپیس من باشه. پروژه هامون رو داخل این پوشه قراره بریزیم. اینو مینیمایزش میکنم. اینجا از اون دکمه براوز میخوام این پوشه رو انتخابش کنم. میام تو دسکتاپ، میام توی AC Project، کیوب آیدی ورک اسپیس رو میرم داخلش، سلکت فولدر رو میزنم. این الان به عنوان ورک اسپیس جدید ما انتخاب شده. این پایینم ورک اسپیس های قبلی که باهاش کار کرده باشید رو بهتون نشون میده. دکمه لانچ رو میزنم. این پنجره که مشاهده میکنید اسمش اینفورمیشن سنتره. شما میتونید اینو ببندی، بعد روی این آیه کلیک کنی، روش هم نگهداری نوشته اینفورمیشن سنتر. دوباره اینو میزنید، این صفحه باز میشه. برای اینکه یه پروژه جدید ایجاد کنیم روی استارت نیو STM32 پراجکت کلیک میکنید. همونطور که میبینی یه سری دانلودایی داره انجام میشه. یه 22 مگابایت هم میاد. حالا من اینا رو کنسلش میکنم. یه پنجره باز میشه، اوکی رو میزنم. همونطور که میبینی الان میخواد پنجره تارگت سلکتور رو برای من بازش کنه. خب این پنجره تارگت سلکشنه که شما میکرو کنترلرتون اینجا انتخاب میکنید. این پنجره رو من میبندم. نکن برای اینکه جلوگیری کنین که اینکه هر دفعه بخواد یه سری فایل هایی رو دانلود کنه، روی ویندو کلیک کن، روی پرفرنسز، روی STM32 Cube، فرمور آپدیتر، آفلاین مود و تیکش رو بزن، اپلای اند کلوز. الان دوباره من رو استارت نیو STM32 پراجکت کلیک میکنم. نکن دیگه دانلودی برای من نیاورد. در پنجره تارگت سلکشن شما باید میکرو کنترلری که میخوای باهاش پروژه انجام بدی رو انتخاب کنید. تو بخش پارت نامبر شما میتونی اسم میکرو کنترلر تو بنویسی STM32 F103 C8. بعد اینجا میتونی میکرو کنترلر رو انتخاب کنی، روش کلیک میکنی، بعد نکست رو میزنی. من میتونم اینجا اسمشون رو هم ننویسم. میتونی از این بخش کناری انتخاب کنی. مثلا کور ما آرم کورتکس MTD. اینجا نگاه کن، الان 302 تا آیتم، این 302 تا آیتم کم میشه. بعد STM32 F1 ما، بعدش STM32 F103. دارم میکرو کنترلری که میخوام باهاش پروژه انجام بدیم و انتخاب میکنم دیگه. STM32 F103 C8T6 میکرو کنترلری که روی بورد بلو پیل هستش رو داریم انتخاب میکنیم. بعد میایم پایینتر، پکیج ما LQFP48. خب همونطور که میبینید 4 تا آیتم الان محدود شده به 4 تا آیتم. من میتونم از اینجا STM32 F103 C8TX رو انتخاب کنم، نکست رو بزنم. توی پنجره STM32 پراجکت از ما میخواد که یه اسم برای پروژه‌مون انتخاب کنیم. اسم پروژه رو من میذارم کیوب آیدی استارت. اگر یوز دیفالت لوکیشن رو بزنی، پروژه رو در همین ورک اسپیسی که درست کردیم و داخلش هستیم میریزه، یعنی در همون پوشه‌ای که مشخص کردیم. اگه این یوز دیفالت لوکیشن رو برداری، بعد شما میتونی یک جایی اختصاصی در نظر بگیری برای این پروژه. حالا من تیکه یوز دیفالت لوکیشن رو میزنم چون میخوام که پروژه‌ها توی ورک اسپیسمون ذخیره بشه. تارگتد لنگویجمون C، تارگتد باینری تایپمون اکزیکیوتبل و تارگتد پراجکت تایپمون امپتیه. STM32 کیوب تیکش رو برمی‌داری، تیک امپتی رو میزنی. STM32 کیوب یک نرم افزاری که به شما کمک میکنه که به صورت گرافیکی طراحی کنی که پرفایل‌ها چه ویژگی‌هایی میخوان داشته باشن و اون کد رو برات مینویسه. ما نمیخوام ازش استفاده کنیم. امپتی رو میزنی، فینیش رو من میزنم تا پروژه برامون ساخته بشه. همونطور که میبینید پروژه برامون ساخته شده. از پوشه سورس یک کلیک کنارش بکنید باز میشه. main.c رو بازش کنید. اولین کاری که خوب انجام بدیم یکم فونت اینجا رو بزرگ کنیم که برای شما دیدنش راحت تر باشه. برای این کار روی ویندو کلیک میکنید، پرفرنسز، جنرال، اپیرنس، کالرز اند فونت. تو اینجا بیسیک رو انتخاب میکنید، اسکرول میکنید پایین، تکست فونت، روش 2 تا کلیک میکنید. اینجا شما میتونید فونت رو تغییر بدی یا اندازه فونت رو تغییر بدی. من فقط اندازه‌ش رو میخوام تغییر بدم، تغییر میدم به 14. اپلای اند کلوز. همونطور که میبینید فونت ما بزرگتر شد و یه مقداری کار برامون راحت تره که شما بتونید ببینید. خب اولین مسئله که میخوام در موردش صحبت کنیم کامپایل کردن پروژه است. برای اینکه پروژه رو کامپایل کنیم روی این چکشه باید کلیک کنید تا پروژه کامپایل بشه. فقط همزمان که میخوام کامپایل بشه یه چیزی هم اینجا شما ببینید. ورک اسپیس رو من بازش میکنم، میرم تو پوشه کیوب آیدی استارت.
الان پوشه هایی که شما توی پروژمون میبینی یه پوشه اینکلود، یه پوشه سورس، یه پوشه استارتاپه. نکن شما از اینجا توی محیط نرم افزار هم میتونید ببینی یه پوشه اینکلود داریم، سورس داریم، استارتاپ داریم. الان من روی کامپایل کلیک میکنم، شما ببین اینجا و اینجا چه تغییراتی ایجاد میشه. خب دو تا تغییر ایجاد شد. یکی یه پوشه دیباگ اضافه شد، اینجا هم شما پوشه دیباگ رو میبینی. یه بخش دیگه هم اضافه شد، باینریز. تو این باینریز شما یه فایل ELF رو میبینی. این فایل ELF همون فایلیه که تو فلش میکروکنترلر قراره دانلود بشه یا آپلود بشه، اونجا تو اون فلش میکروکنترلر نوشته بشه. توی فرایندی که شما کد رو داخل فلش میریزی و میکروکنترلر رو پروگرام میکنی، این فایل ELF که اونجا نوشته میشه. این فایل کی ساخته میشه؟ شما وقتی رو دکمه کامپایل میزنی، هر بار که کدت رو تغییر میدی، پروژه رو کامپایل میکنی، یه فایل ELF جدید ساخته میشه. یه سری چیزها هم اینجا شما توی پوشه دیباگ داری، حالا ما بعداً بهش میرسیم که چه چیزایی هست. خود فایل ELF حتی اینجا هست و مثلا پوشه سورس رو اینجا داریم، پوشه استارتاپ رو اینجا داریم. هر کدوم از فایل هایی که مثلا تو پوشه سورس بودن، اینها شما اینجا مثلا main.c اونجا داشتی، main.o اینجا داری، syscall.c اونجا داشتی، syscall.o اینجا داری. اینها فایل هایی هستن که در مراحل وسط کامپایل تولید میشن و تو پوشه دیباگ اینا نگهداری میشن. و همچنین یه سری فایلایی داریم مربوط به میکی که اینجا هستن، حالا بعداً بهش میرسیم. مرحله اول می‌خواستم بهتون نشون بدم که شما وقتی پروژه رو کامپایل می‌کنی، یکی این بخش باینری اضافه میشه که اکزیکیوتبله، یه اطلاعاتی هم راجع به دیباگ پروژه اضافه میشه. قبل از اینکه کامپایل کنی اینا وجود ندارن و هر بار که کامپایل می‌کنی مثلا این فایل ELF تغییر میکنه. خب برمیگردیم به محیط نرم افزار، اینو میبندمش، اینجا یکم میارمش بالا. یه پنجره کنسول شما اینجا داری. وقتی کد کامپایل می‌کنی، ناگهان تو این پنجره بهت نشون میده که مثلا ارور و وارنینگی آیا دادی یا خیر. مثلا من اینجا یک ارور ایجاد کنم، کد رو دوباره کامپایل می‌کنم. تو این پنجره کنسول داره بهت میگه که دو تا ارور دادی و وارنینگ نداری. برای اینکه ارور و وارنینگ رو ببینی، میری تو پنجره پرابلمز. تو پنجره پرابلمز شما میتونی اینجا ارورات رو ببینی. اینجا نوشته که expected semicolon before int. دو بار روش کلیک کنی بهت نشون میده که ارورت کجاه. یه مطلب دیگه هم این که نکن این کنار یه قرمزی میبینی اینجا، روی این کلیک کنی بازم بهت نشون میده که ارورت کجاه. پس هم از این نوار این کنار شما میتونی ارورات و وارنینگات رو پیدا کنی، هم از تو پنجره پرابلم میتونی ارورات و وارنینگات رو پیدا کنی. و اینو دوباره پاکش میکنم، دوباره کد کامپایل میکنم. همونطور که میبینید ارور وارنینگی نداریم و توی پنجره پرابلم هم چیزی به ما نمایش داده نشده. پنجره بیلد آنالایزر و استاتیک استک آنالایزر رو بعداً بررسی می‌کنیم. برای اینکه پنجره رو حذفش کنید الان نبینیدش، میتونید روی این مینیمایز کلیک کنید، مینیمایز میشه میره این کنار. نگاه این پنجره مینیمایز رو دفین کنار. الان دوباره من روی استور کلیک کنم، دوباره شما اینجا می‌بینید. دوباره من میتونم مینیمایزش کنم. خب این پنجره‌ای که پرابلم و کنسول و اینا توش هستن، اینا میتونیم مینیمایز کنیم دیگه. روی دکمه ماینس کلیک کنید، اینجا مینیمایز میشه و اونجا جمع میشه. الان من میخوام یه متغیر تعریف کنم. برای تعریف متغیر ابتدا نوعش رو می‌نویسید، بعد یه اسمی که برای متغیر در نظر گرفتیم میذارید، بعدش هم علامت سمیکالون. بعدش میام تو این فور بی‌نهایت هم می‌نویسم مایور پلاس پلاس. کد کامپایل میکنم. میخوام یه دور بریم کدو توی فلش بریزیم تا شما با بخش‌های مختلف نرم افزار آشنا بشید، بعد میام راجع به برنامه‌نویسی صحبت میکنیم. الان من کدو کامپایل کردم، این پنجره کنسولی که مینیمایز کرده بودم رفته بود اینجا، خودش باز میشه و بهت نشون میده که ارور وارنینگی دادی یا نه. حالا ما ارور وارنینگی نداریم، اگرم داشته باشیم میتونیم بریم تو پرابلم نگاه کنیم که منشأش کجاست. همونطور که میبینین کنارم خالیه، چیزی وجود نداره. خب حالا ما کدو کامپایل کردیم، چجوری کدو داخل میکروکنترلر بریزیم؟ برای اینکه کدو داخل میکروکنترلر لود کنی، از این دایره سبز رنگی که وسطش یه فلش استفاده میکنی. اینو یه بار میزنی تا کد داخل فلش میکروکنترلرت لود بشه. وقتی شما بار اول این کار رو انجام میدی، پنجره ادیت کانفیگوریشن میاد، برای اینکه شما باید یه سری تنظیماتی رو مشخص کنی و تنظیمات رو در حقیقت کرییت کنی، ایجاد کنی. خب الان لازم نیست ما تغییراتی ایجاد کنیم. اگر که میکروکنترلرتون اورجیناله، همین SD-Link GDB سرور اوکیه و اینجا هم هیچ تنظیماتی لازم نیست انجام بدید، لازم نیست دست بزنید، اپلای رو میزنی، اوکی رو میزنی و کد داخل میکروکنترلر لود میشه. همونطور که میبینید وقتی میخواد کد رو لود کنه، اول کد رو کامپایل هم میکنه خودش تا ببینه اصلا میتونه کد رو لود کنه یا نمیتونه کد رو لود کنه. خب وقتی که این پیغام به شما نمایش داده میشه دانلود وریفاید ساکسسفولی، یعنی اینکه با موفقیت کد داخل فلش میکروکنترلر لود کرده. حالا ما میخوایم کد رو دیباگش کنیم. برای اینکه دیباگ کنی روی این حشره کلیک میکنی. من رویش کلیک میکنم.
اول دوباره کد کامپایل میکنه، بعد کد رو لود میکنه، بعد میریم تو بخش دیباگ. خب یه پیغامی داره به من میده داره میگه کانفرم پرسپکتیو سویچ یا نه. یعنی داره میگه که تایید میکنی که سویچ کنیم پرسپکتیو. حالا پرسپکتیو چیه؟ پرسپکتیو محیط های مختلف نرم افزاره. محیط های مختلف این نرم افزار کیوب آیدی هر کدوم برای یه کاری طراحی شدن. یکی برای اینه که شما کد سی داخلش بنویسی و پروژه رو کامپایل کنی، اون بهش میگن پرسپکتیو CC++، جایی که ما الان داخلش بودیم. الان ما تغییر کرد پرسپکتیومون، اومدیم توی پرسپکتیو دیباگ. پرسپکتیو دیباگ برای اینکه کد دیباگ کنی. شما این بالا رو نگاه کنی، الان این حشره دورش آبی شده به خاطر اینکه ما تو پرسپکتیو دیباگ هستیم. اگه بخوام بریم تو پرسپکتیو C++، ناکن من اینجا کلیک بکنم برمیگردیم تو پرسپکتیو قبلیم. دوباره من میرم تو بخش دیباگ، دوباره میریم تو پرسپکتیو دیباگ که اونجا بتونیم کدمون رو دیباگ کنیم. خب میخوایم اجرا شدن کد رو ببینیم. برای که اجرا شدن کد رو ببینیم من این متغیر مایبر رو تعریف کردم به همین دلیل. روی پنجره لایو اکسپرشن کلیک میکنی، لایو اکسپرشن. اینجا متغیرهایی که میخوای ببینی رو اضافه میکنی. مثلا من اینجا مایبر رو اضافه میکنم. شما نوعش رو میتونی ببینی. نوع مایبر یونیت 32 تیه. از نوع یونیت 32 تی یه متغیری از این نوع، مقدارش هم میتونی ببینی. حالا چجوری کد رو ران کنیم؟ روی این دکمه رزیوم کلیک میکنی یا F8 رو میزنی، کد ران میشه. همونطور که میبینی کد داخل میکروکنترلر لود شده، با موفقیت کد داره اجرا میشه و این متغیر مایور داره زیاد میشه. برای اینکه اجرای کد رو متوقف کنیم و از تو بخش دیباگ بیام بیرون، ترمینیت رو میزنی، مربع قرمز رو میزنی. از این بخش کلا اومدیم بیرون. حالا چند تا نکته بگم راجع به تول بارها. نکن این چیزایی که این بالا میبینی الان زردی داره از روش رد میشه، اینا بهش میگن تول بار. اینا یه سری ابزارن که چند تاشون بررسی کردیم، مثلا کامپایل و دیباگ و آپلود کردن تو کد و تو میکروکنترلر. حالا شما شاید بخوای انتخاب کنی که مثلا یه سری چیزا اینجا باشن، یه سری چیزا اینجا نباشن. رو ویندو کلیک میکنی، میای تو بخش پرسپکتیو، کاستومایز پرسپکتیو. الان ما توی پرسپکتیو CC++ هستیم. شما اینجا میتونی انتخاب کنی که یه سری تول بارها اضافه بشن یا نشن. نگم تو بخش تول بار ویزیبیلیتی هستیم، یعنی اینکه نمایش داده بشن تول بارها بد یا نه. مثلا من اینجا ادیت رو میزنم، تول بار ادیت هم برامون نمایش داده بشه. اپلای اند کلوز رو میزنم. بخش ادیت این دوتا ابزاره، آندو تایپینگ و ریدو تایپینگ. خب برای اینکه دوباره اینا رو حذفش کنی، رو ویندو کلیک میکنی، روی پرسپکتیو کلیک میکنی، کاستومایز پرسپکتیو رو میزنی، بعد مثلا این ادیت رو برش میداری. یا مثلا بخشای دیگه که اینجا هستن شما میتونید انتخاب کنی که برش داری یا اونجا بمونه. این تیکا هم برای اینه که همینا بهت نمایش داده بشه. اپلای اند کلوز رو میزنی. حالا تو کدمون چی داریم؟ نکن این بخش اول کامنته. کامنت با یه اسلش استریسک شروع میشه و با یک استریسک اسلش تموم میشه. حالا این استریسک هایی که این وسط داره هم حتی مهم نیست. شما میتونی اینجوری یه کامنت چند خطی بذاری یا میتونی یه کامنت یه خطی بذاری. اینو میذاری اینجا و این بین هر چی میخوای کامنت میکنی. این یه روش خیلی سریعه برای کامنت کردن یه بخش زیادی از کد. مثلا ناکن اینجا اسلش استریسک اینجا شروع شده، من میذارم استریسک اسلش رو میذارم این ته، کل کدم کامنت میشه. فقط الان کل کد کامنت نمیشه. چرا؟ دلیلش اینه که توی کامنت نمیتونه کامنت دیگه وجود داشته باشه. ناکن اینجا الان یه کامنت اینجا وجود داشت، به خاطر همین شما استریسک اسلش رو که این ته میذاری اینا کامنت نمیشه. چرا؟ چون این کامنت اینجا هست. توی کامنت دیگه ای نذارید، درست عمل نمیکنه. من الان این کامنت رو پاک میکنم. حالا این کامنت چند خطی، یه کامنت چند خطی اینجا برای ما گذاشته. کامنت یه خطی چجوریه؟ دو تا فوروارد استش میذاری، بعد کامنت تو مینویسی. حالا کامنت ها و اینا همه در حقیقت وایت اسپیس میشن. وایت اسپیس چیه؟ نکن شما مثلا میخوای یه متغیر تعریف کنی، اول نوع متغیر رو مینویسی، بعدش یه اسپیس میذاری، بعدش مایور رو مینویسی. اینجا یه اسپیس لازمه. اگه این اسپیس رو پاکش کنی اینجا درست نیست، این سینتکس درست نیست، اینجا بهت ارور میده. میگن اینجا باید یه وایت اسپیس بذاری. حالا وایت اسپیس در حقیقت یه مجموعه‌ای از کاراکتراست، فقط اسپیس نیست. مثلا اینتر هم وایت اسپیسه. الان این به این طریق که من این متغیر رو تعریف کردم، نوع متغیر، بعد وایت اسپیس، بعد اسم متغیر، بعد سمیکالون، من به جای که یه اسپیس بذارم 10 تا اینتر گذاشتم، فرقی نمیکنه. یا میتونی چند تا تب بذاری، فرقی نمیکنه. وایت اسپیس یک مجموعه ای از کاراکتر هاست. حالا ما به این کامنت ها نیازی نداریم. این کامنت ها رو من پاکش میکنم. اینم جزء دستورات شرطی پری پروسسور اندازه، اینجا بهش احتیاجی نداریم. اینم پاکش میکنم. حالا یه نفر ممکنه بگه من میخوام وایت اسپیس ها رو ببینم.
روی ویندو کلیک میکنی، روی ادیتور کلیک میکنی، شو وایت اسپیس کاراکترز. نکن همه وایت اسپیس کاراکترها بهت نشون میده. این اینتره، اینجا یه اینتر داشتی، اینجا دوباره اینتر داشتی، اینجا اینتر داشتی، اینجا اینتر داشتی. الان مثلا من اینجا دو تا تب اضافه میکنم، این تبا رو میبینی، اسپیس اضافه کنی نقطه میذاره، وایت اسپیس ها رو بهت نشون میده. دوباره میخوای برش داری، شو ادیتور، شو وایت اسپیس رو دوباره میزنی، وایت اسپیس ها رو برمیداره بعد. یا تو این پنجره ادیتور شما میتونی رو کلون کلیک کنی. نکن رو کلون که کلیک کنی یه مین داسی من داشتم، یکی دیگه مین داسی برام اومد اینجا ایجاد کرد. حالا این با این فرق داره، نه اینا دقیقاً یکی ان. مثلا نکن اینجا من اینو تغییر میدم، بعد میریم تو این مین داسی میبینی که تغییر کرد. حالا من اینو میبندمش چون نیازی نداریم، دونت سیو، تغییری هم ایجاد نکن. اینم دوباره برمیگردیم به حالت اول. پس با کلون هم آشنا شدی. کلون یعنی چی؟ یعنی از یه پنجره میخوای یکی دیگه داشته باشی. بعد زوم اوت و زوم این رو داریم. شما میتونی زوم اوت کنی، زوم این کنی. حالا من برای اینکه بزرگ کوچیک کنم اومدم و فونت رو بزرگش کردم. دوباره زوم این میکنیم. دیگه مسائلی که دارید اینجا، شما تو ویندو ادیتور تاگل اسپلیت ادیتور رو میتونی بزنی. ببینید چه اتفاقی میفته. نکن دو تا میشه. شما یه فایل مین دات سی داری، بعد میخوای بخشای مختلف این فایل رو همزمان ببینی. برمی‌داری تاگلش میکنی، تاگل اسپلیت ادیتور رو میزنی. نکن من همینجا مین دات سی دارم، همینجا مین دات سی دارم. مثلا من پایین مین دات سی میخوام یه کاری بکنم، اینجا مثلا میخوام یه کاری بکنم، ولی اینجا میخوام بالای مین دات سی هم ببینم. اینجا بالای مین دات سی، اینجا پایین مین دات سی. حالا من اینو بیارم پایین، شما اینجا هم میتونید ببینید. انگار دو تا مین دات سی داریم. بعد برای پنجره مین دات سی من این کارو کردم، برای استارتاپ من این کارو نکردم. خب استارتاپ یه جا نمایش داده میشه، مین دات سی دو جا نمایش داده میشه. حالا دوباره میخوای اینو برش داری، رو ویندو کلیک میکنی، رو ادیتور کلیک میکنی، این دوباره میزنی، دوباره برمیگرده به حالت اول. حالا شما میتونی هوریزونتال تفکیک کنی، میتونی ورتیکال تفکیک کنی. ورتیکال تفکیک کنی، نگاه کن من یه مین دات سی دارم، یه فایل مین دات سی دارم تو دو تا پنجره میبینمش. برای چی؟ برای اینکه شما مثلا شاید بخوای این پایینای مین دات سی یه کارایی بکنی، ولی بخوای همزمان بالای این فایل هم ببینی. اما این دوباره پاک میکنم، دوباره میریم تو پنجره ادیتور، این دوباره میزنیم، دوباره برمیگرده به حالت اول. تو این پنجره ویندو توی اپیرنس شما کارهای دیگه که میتونی بکنی، مثلا هاید تولبار رو که بزنی این تولبار مخفی میشه. دوباره میتونی اپیرنس شو تولبار رو بزنی، تولبار دوباره میاد. دوباره میریم تو به اپیرنس هاید استاتوس بار. استاتوس بار این باریه که این پایینه. استاتوس بار رو دوباره میتونی هاید کنی. تاگل فول اسکرین بزنی فول اسکرین میشه. دوباره برمیگردیم به حالت قبلی، تاگل فول اسکرین میکنیم، دوباره برمیگرده به حالت قبلی. اپیرنس ماکسیمایز اکتیو ویدیو آن ادیتور، مینیمایز اکتیو ویدیو آن ادیتور. این ماکسیمایز رو که بزنی اکتیو ویوت، مثلا الان اکتیو ویو من اینه، اکتیو ویو ماکسیمایز میشه. ماکسیمایز اکتیو ویو رو میزنی، میبینی که ماکسیمایز شد. حالا برای اینکه دوباره برگرده به حالت قبل لازم این پنجره رو باز کنی و این پنجره رو باز کنی. دیگه توی اپیرنسز دیگه چیز خاصی نداریم دیگه. توی شو ویو، این شو ویو برای چیه؟ نکن شما ویو های مختلفی داری. مثلا یه ویو این کنار داری، پراجکت اکسپلورر رو داره بهت نشون میده، فایل های مختلفی که تو پروژه هست. اینجا ما ویو های مختلفی داشتیم. مثلا پرابلم یه ویوه که به شما نشون میده که چه مشکلاتی تو کدت وجود داره. کانسول یک سری اطلاعاتی راجع به کامپایل شدن اینو به شما نشون میده. حالا اگر این ویو ها رو اینجا پیدا نکردی، نبود، مخفی بود، کجا رفته، رو ویندو کلیک میکنی، شو ویو، بعد انتخاب میکنی کدوم ویو رو میخوای نمایش بدی. ناکن مثلا اینجا پرابلم رو داره، کنسول رو اینجا داره، مثلا اوتلاین رو که اینجا میبینی ویو رو اینجا داره. حالا راجع به همه این ویو ها صحبت میکنیم کم کم. خب من سعی کردم که ابتدا یه آشناییت کلی برای شما ایجاد کنم با محیط برنامه. امیدوارم این محیطی که براتون غریبه نباشه. ادامه میدیم، راجع به برنامه‌نویسی صحبت می‌کنیم. راجع به یک متغیر من صحبت کردم که این متغیر رو چطوری تعریف کنید. ابتدا نوع متغیر رو می‌نویسید، بعدش یه فاصله می‌ذارید، بعد اسمی که برای متغیرتون در نظر گرفتید می‌نویسید و بعدش هم علامت سمیکالون. حالا این نوع متغیر ما اینجا یونیت 32 یونیت 32 یعنی چی؟ اولا که اینتیجره. اینتیجر یعنی عدد صحیح، یعنی 0 1 2 3 4 5 تا بی‌نهایت، منای 1 منای 2 منای 3 تا بی‌نهایت. بعد نوشته یو اینت. یو اینت یعنی unsigned int. منظورش اینه که منفی نمیتونه باشه، یعنی از 0 شروع میشه میره به بالا، میره به بی‌نهایت. اعداد منفی جزش نیستن. 32 یعنی 32 تا بیت داره. آندرلاین تی هم به این معنایی که این عبارتی که شما اینجا میبینید یک نوع متغیره، یک تایپه، تی تایپ. این تی رو گذاشته که بگه این یک تایپه. حالا ما یک متغیری که اینجا مثلا متغیر ما مایور هست، وقتی از این نوع تعریف کنیم چه اتفاقی میفته؟
خب این 32 بیتیه، 32 بیت میشه چند تا خونه حافظه؟ میشه 4 تا خونه حافظه. این مایور 4 تا تو حافظه رو اشغال میکنه. اعدادی که در خودش میتونه ذخیره کنه اعدادی هستن که اینتیجرن و آنسایندن. حالا دیگه چه نوع متغیرهای اینتیجری داریم؟ من میام یه کامنتی این پایین پیست میکنم راجع به همین انواع متغیرها اینجا صحبت کرده. نکن اینجا من یو اینت 32 تی رو گفتم. اینتیجرمون میتونه 8 بیتی باشه، میتونه 16 بیتی باشه، میتونه 32 بیتی باشه، میتونه 64 بیتی باشه. یعنی به ترتیب میتونه 1 2 4 و 8 تا خونه حافظه رو اشغال کنه. متغیری که از این انواع تعریف بشه اینقدر خونه حافظه رو میتونه اشغال کنه. حالا اینا که نوع متغیرن. حالا این 8 بیتی میتونه باز آنسایند باشه، میتونه آنسایند نباشه. مثلا یو اینت 8 تی خب اینتیجر 8 بیتیه، یعنی 8 تا بیت رو اشغال میکنه و آنساینده. مقدارش میتونه از 0 تا 255 باشه. اینت 8 تی خب یو اولش نداره دیگه، این میتونه علامت دارم باشه. این از منهای 128 تا 127. برای سایرش هم به همین شکل دیگه. حالا یه رنجی هم داره با توجه به اون نوع متغیری که شما از این نوع تعریف کنی، یک رنج اعدادی رو میتونه تو خودش نگه داره. این رنج اعداد رو من اینجا نوشتم. مثلا یو اینت 16 تی شما اگر یک متغیری از این نوع تعریف کنی میتونه اعداد 0 تا 65535 رو در خودش نگه داره و ذخیره کنه. من میام این بالا اول کد رو کامپایل کنیم یه بار. خب ارور وارنینگی ندادیم. این مایور رو من پاکش میکنم. بعد از این فوره یه سمیکالون میذارم. من چند تا تعریف متغیر اینجا اضافه کردم. متغیر بی آندردلاین 32 رو از نوع اینت 32 تی تعریف کردم. خب این چه متغیری میشه این بی 32؟ اولا 4 تا خونه حافظه رو اشغال میکنه چون 32 بیتیه. بعدش هم اینتیجر اعداد صحیحه و منفی هم میتونه باشه. مقدارش از چقدر تا چقدر میتونه باشه؟ اینت 32 تی از منهای این عدد تا مثبت این عدد میتونه باشه. 38 رو از نوع اینت 8 تی تعریف کردم. خب این 8 تا بیت داره، یه بایت تو حافظه اشغال میکنه، عدد منفی هم میتونه باشه. یو اینت 8 تی هم 8 تا بایت اشغال میکنه، عدد منفی نمیتونه باشه. حالا اینا اینتیجر بودن. شما اگر بخوای یک متغیری داشته باشه که بخواد اعداد صحیح رو یعنی ریل نامبر رو در خودش ذخیره کنه، از چه نوع متغیرهایی استفاده میکنی؟ از نوع متغیرهای فلوت و دبل استفاده میکنی. متغیری به نام ای رو از نوع فلوت و متغیری هم به نام f از نوع دبل تعریف میکنن. فلوت و دبل هر دوتاشون انواع متغیری هستن که شما وقتی یک متغیر از این نوع ها تعریف کنی، این متغیر میتونه اعداد اعشاری رو هم در خودش نگه داره، اعداد حقیقی. فرقش اینه که فلوت 32 بیتیه، یعنی 4 تا خونه حافظه رو اشغال میکنه. دبل 64 بیتیه، 8 تا خونه حافظه رو اشغال میکنه. به فلوت سینگل پرسیژن هم میگن، به دبل پرسیژن میگن. خب نکته بعدی، شما فرض کن اینجا یه متغیر به نام AU32 تعریف کردی از این نوع متغیر یو اینت 32 تی. حالا فرض کن میخوای 2 تا متغیر دیگه هم از همین نوع تعریف کنی. لازم نیست اینو بیای توی خط دیگه دوباره بنویسی برای متغیر جدیدت. میتونی اینجا یه کاما بذاری و متغیر بعدی تو بنویسی. مثلا اسمشو میذارم JU32. یکی دیگه هم تعریف میکنم اسمشو میذارم HU32. به این چیزی که اینجا میبینی میگن دکلریشن لیست. یک لیستی از متغیرهایی که شما میخوای از این نوع تعریف کنی. مرحله بعدی اینه که بیایم مقداردهی اولیه انجام بدیم. مثلا من میخوام این متغیر AU32 اسمش AU32 مقدار اولیش 24 باشه. خب اینجا من می‌نویسم مساویس با 24. من میخوام این JU32 هم مقدار اولیش 24 باشه. ولی اینجا دوست ندارم 24 رو بنویسم 24. میخوام 24 رو در مبنای 16 بنویسم. این ماشین حساب من میارم اینجا. نکن الان رو به حالت دسیمالی. من اینجا می‌نویسم 24. شما می‌بینید که در مبنای 16 هگز 24 میشه 18. در مبنای 8 24 میشه 30. حالا چطوری یه عددی رو بنویسیم در مبنای 16 و یا در مبنای 8؟ من میخوام اینجا به جای اینکه 24 رو بنویسم همین مقدار 24 رو ولی در مبنای 16 بنویسم. برای اینکه در مبنای 16 بنویسی یه 0x میذاری، بعدش عدد تو در مبنای 16 مینویسی. میشه 18 هگز. نگون 18 هگز مقدارش همون 24 دسیماله، ولی اینجا من به یه شکل دیگه ای نوشتم، در مبنای 16 نوشتم. این در مبنای 10 دسیماله، این در مبنای 16. حالا در مبنای 8 چجوری بنویسیم؟ میخوایم مقدار اولیه HU32 رو در مبنای 8 عددش رو بنویسیم. یه صفر اول میذاری، بعد عدد تو در مبنای 8 مینویسی. الان هم 0C هم 0x18 هم 24 هر سه تاشون دارن به مقدار 24 اشاره میکنن، ولی این در مبنای 8 نوشته شده، این در مبنای 16 نوشته شده. پس این مسئله رو یاد گرفتی که چطوری
اعداد رو تو مبناهای مختلف در کدت بنویسی. 16 اول 0x میذاری، بعد عدد رو مینویسی، 8 اول 0 میذاری. حالا راجع به این اعداد نگاه کن، 24 18 هکس 30 اعداد رو در کد بهشون میگن کانستنت یا لیدرال. اسمشه، به عدد میگن کانستنت یا لیدرال. حالا بعضی وقتا شما بعد از یک عدد مشاهده میکنی که یک حروفی نوشته شده، مثلا نوشته یو. به چه معناه؟ 24 یو معناش چیه؟ این یو پست فیکسه. پست فیکس یعنی یه چیزی که بعد از یه چیزی میاد، چون این یو الان بعد از 24 اومده و داره راجع به نوع 24 صحبت میکنه. داره راجع به این صحبت میکنه که کامپایلر این 24 رو که میبینه نوعش رو چی در نظر بگیره. حالا فرض کن یو رو نذاری، کامپایلر نوع 24 رو چی در نظر میگیره؟ اینتیجر در نظر میگیره. اعداد صحیح و تو کد معمولا اینتیجر در نظر میگیره. اگر عدد اعشاری باشه معمولا دبل در نظر میگیره. بعضی وقتا شاید فلوت هم بشه، حالا به کامپایلرهای مختلف بستگی داره. یعنی یک عددی بذاری بالاخره نوعش رو نذاره، اون یه نوعی در نظر میگیره. ولی حالا شاید بخوای با تاکید بگی آقا نه نوعش اینه. وقتی یو میذاری یعنی نوع این عدد یک 32 بیتیه بدون علامته. یعنی مشابه چی؟ مشابه همین یو اینت 32 تی. پس یو میشه 32 بیتی که اینتیجره و منفی هم نیست. یو ال یعنی چی؟ که حالا این یو ال هر دوتاشو میتونن حروف بزرگ یا حروف کوچیک باشن، هیچ فرقی نمیکنه. یو ال هم دقیقاً یعنی همون، یعنی 32 بیتی که منفی نیست و اینتیجره. یو به معنای آنسایند، ان به معنای لانگه. حالا یو ال ال بذاری به چه معناست؟ کدام یه بار کامپایل کنیم. یو ال ال داره میگه که 64 بیتیه، ولی کامپایلر اینجا به شما ارور نمیده حالا بگه 64 بیتی رو داره میریزی تو این، چون اینو خودش تبدیل میکنه. ULL یعنی 64 بیتیه بدون علامته. حالا LL یعنی چی؟ یعنی 64 بیتی علامت داره، لانگه. حالا اینا رو من پاکش میکنم. شما الان با پست فیکس هم آشنا شدی، یا یو یا یو ال یا یو ال ال یا ال ال. یو باشه میشه مشابه یو اینت 32 تی، یو ال باشه بازم میشه مشابه یو اینت 32 تی، یو ال ال باشه میشه مشابه یو اینت 64 تی، ال ال باشه میشه اینت 64 تی. حالا این یو ال هم میتونن حروف بزرگ باشن میتونن کوچیک باشن، ترتیبشون هم مهم نیست. یه پست فیکس برای اینکه مشخص کنی نوع یک لیدرال یا نوع یک کانستنت چیه. حالا بریم سراغ این فلوته. این متغیری به نام ای رو میخوام مقدار دهی اولیه‌اش کنیم. مثلا مقدار اولیه‌اش رو میخوام بدم 10. حالا اینجا میتونه ارشادی هم باشه. حالا برای اعداد فلوت، برای لیدرال ها و کانستنت های فلوت هم آیا پست فیکس دادیم؟ بله، اف و بعدش بذاری به این معناه که این عدد فلوته. کدو کامپایل میکنم اینجا ولی ارور میده. چرا؟ میگه این عددی که برای من اینجا نوشتی فلوت به نظر نمیاد، ولی شما به من گفتی اینجا که نوعش فلوت در نظر بگیر. حالا لیدرال فلوت رو چجوری باید بنویسیم که بفهمه فلوته؟ حالا این 10 ها، ولی برای اینکه کامپایلر بفهمه این لیدرال یعنی عدد دیگه، فلوته، بعدش یه ممیز صفر میذاری. الان دوباره کد کامپایل میکنم، ارور برطرف میشه. پس شما برای اینکه یک عدد فلوت بنویسین، آقا این عددا اینتیجرن، این 24 این 18 این 30 اینا اینتیجرن، ولی این یک عدد فلوته. برای اینکه عدد فلوت بذاری میتونی ممیز بذاری بعدش صفر بذاری. حالا بعدش هم میتونه صفر نباشه، مثلا 650 10 ممیز 650 اف. و این اف هم داره میگه که نوع این چیه، داره میگه آقا این فلوته، حواست باشه. یه تأکیدیه به نوع این. دیگه به چه روشی میتونی یک مقدار، یک لیدرال فلوت بنویسی؟ نکن من بالا نوشتم 10 ممیز 650، اینو میخوام به یه شکل دیگه بنویسم. می‌نویسی 10650، بعدش می‌نویسی ای منهای 3. این یعنی چی؟ یعنی 10650 ضرب در 10 به توان منهای 3. شما به این شکل میتونی یک لیدرال، یک عدد، یک کانستنت فلوت بنویسی. با ممیز هم میتونی، هر دوتاش درسته. کد یه بار کامپایل میکنی، مشکلی نخواهد داشت. اینجا هم بعدش هم میتونی اف رو بذاری، میتونی نذاری. کد دوباره کامپایل میکنی. خب ارور وارنینگی نداری. بعضی وقتا شما قبل از تعریف متغیر عبارت کانست رو میبینی. کانست یک کوالیفایره. حالا به چه معناست؟ به معنای اینه که این متغیری که شما تعریف کردی که مثلا اسمش رو میذارم آی u8 که نوعش یو اینت 8 تیه، شما اجازه نداری که مقدار اینو در طول برنامه تغییر بدی. مثل اینه که یک عدده
مثلا من اینجا مقدارش رو میذارم 44. دیگه مقدار این 44 میمونه. اگر من بیام تو مینم بنویسم IU8 مساویس با مثلا 80، الان به من ارور میده. میگه چرا؟ میگه این کانستنت بوده و اشتی مقدارش رو تغییر دادی. وقتی پشت یه چیزی می‌نویسی کانستنت یعنی مثل یک عدد میشه. حالا با این بقیه این عددا چه فرقی میکنه؟ نکن این یک جایی تو حافظه بهش اختصاص داده میشه و مقدار 44 اونجا ثبت میشه. حالا شما دیگه مقدار رو نمیتونی تغییرش بدی، ولی اینها ذخیره سازیشون اعداد دیگه تو حافظه فرق میکنه. کانست کوادیفایر هم باهاش آشنا شد. اینو حالا من میارم بالا، میارم اینجا مینویسم. نکن این DU8 رو من اینجا تعریفش کردم. حالا میخوام اینیشیالایزش کنم. مینویسم مساویس با IU8. کد رو کامپایل میکنی، ارور وارنینگی به ما نمیده. پس شما میتونی یک متغیری تعریف کنی. الان DU8 رو تعریف کردم از نوع U8T. بعد توی اینیشیالایزیشنش مقدار اولیه‌شو گذاشتم مساوی IU8. حالا بیاید یه کار دیگه کنیم. من یه متغیر دیگه U8T اینجا تعریف میکنم، اسمشو میذارم مثلا JU8. بعدش هم یه سمیکالون بذاریم، یه مقدار اولیه هم بهش میدیم مثلا 8. حالا من اینجا اگر به جای IU8 بذارم JU8 چه اتفاقی میفته؟ کدو کامپایل میکنیم، بهمون ارور میده. چی رو الان من بررسی کردم؟ نکن یه متغیری داره تعریف میشه، این متغیر است و میخوام یه مقدار اولیه بهش بدیم. مقدار اولیه‌ش رو من اگه بذارم I ارور نمیده، ولی مقدار اولیه‌ش رو اگه بذارم J ارور میده. فرق I و J چیه؟ I کانستنت تعریف شده، J ولی کانستنت تعریف نشده. اینو گوشه ذهنت داشته باش. همه این متغیرهایی که من اینجا تعریف کردم اینها همه خارج از توابع تعریف شدن. شما داخل تابع هم میتونی متغیر تعریف کنی. متغیری که داخل تابع باشه بهش میگن متغیر لوکال. متغیر خارج از تابع بهش میگن متغیر گلوبال. متغیری که گلوباله از همه بخشای برنامه میشه بهش دسترسی داشت. متغیری که لوکاله فقط از داخل همون تابعی که داخلش تعریف شده میشه بهش دسترسی داشت. الان اینو آوردم اینجا، یک وارنینگ به ما داده ولی ارور دیگه به ما نداده. حالا وارنینگش چیه؟ وارنینگش گفته که از این DU8 استفاده نکردی. حالا برای اینکه از این استفاده کنی من میام یه کار میکنم. حالا مقدار D رو یه بار ریختیم تو J که ازش استفاده بشه. حالا دیگه اروری که استفاده نکردی و به ما نمیگه، وارنینگی که استفاده نکردی و به ما نمیگه. نکن این خط کد اگر این بالا بود به ما ارور میداد و اگر این پایین باشه به ما ارور نمیده. داشتم راجع به متغیرهای لوکال و گلوبال صحبت میکردم. نکن یه فرق اساسی وجود داره بین متغیری که خارج از تابع تعریف بشه و داخل تابع تعریف بشه. متغیری که خارج از تابع تعریف میشه در زمان کامپایل، زمان کامپایل که وقتی الان من این چکوچه کلیک میکنم این الان زمان کامپایل و کامپایل توی این کامپیوتری که الان هستیم اتفاق داره میفته. توی سی پی یو میکرو کنترلر که کامپایل اتفاق نمیفته. تو پروسه کامپایل کد ساخته میشه. متغیری که گلوباله در زمان کامپایل یک آدرسی براش مشخص میشه، یه آدرسی توی رم یا توی فلش. حالا این میره تو فلش. ولی متغیر لوکال، متغیری که داخل تابع باشه آدرسی براش مشخص نمیشه. خب این متغیر آدرسش براش کجا میشه؟ نکن وقتی این تابع فراخوانی بشه، این تابع مین، وقتی این تابع فراخوانی بشه یه جایی تو حافظه برای اینها در نظر گرفته میشه، یه جایی تو استکه. حالا اینا رو بعداً کاملا جزئیاتش رو بررسی میکنیم. ولی فرق متغیرهای داخل تابع و خارج از تابع، فرق اساسیش اینه متغیرهایی که داخل تابع هستند اینها اصلا کی به وجود میان؟ به وجود میاد یعنی چی؟ یعنی یه جایی تو حافظه بهش اختصاص داده بشه که اونجا ذخیره بشه. وقتی یه جایی تو حافظه نذاشته باشه که دیگه وجود نداره. وقتی به وجود میاد که این تابع فراخوانی بشه. تا زمانی که این تابع داره فراخوانی میشه متغیر لوکال تو حافظه وجود داره. وقتی تابع فراخوانیش تموم شد دیگه جایی نداره. ولی متغیر گلوبال همیشه تو حافظه جا داره. و یه مطلب دیگه هم که الان باهاش مواجه شدی اینه که توی مقداردهی اولیه متغیرهای لوکال و گلوبال یه تفاوتی وجود داره. این متغیر جی که گلوباله من مقدارش رو نمیتونم مقدار اولیه‌شو بدم یه متغیر دیگه. الان کد کامپایل کنم بهم ارور میده. نمیتونی این کارو بکنی. میتونم مقدار اولیه‌شو بذارم 8 ولی نمیتونم مقدارشو بذارم یه متغیر دیگه. ولی متغیری که لوکال باشه میتونی مقدار اولیه‌شو بذاری یه متغیر دیگه. حالا چرا؟ برای اینکه اینو بدونی که چرا باید با اکسپرشن ها آشنا باشی. یه اکسپرشن هایی داریم کانستنت اکسپرشن، یه اکسپرشن هایی داریم غیر کانستنت اکسپرشن. خب قبل از اینکه به اکسپرشن ها بپردازیم یه بار کد کامپایل میکنم. خب ارور وارنینگی نداریم. خب میخوام به این بپردازیم که اکسپرشن ها چی هستن و کانستنت اکسپرشن ها و غیر کانستنت اکسپرشن ها
چه چیزی هستن. شما میخوای تو این خط یه متغیر و مقداردهی اولیه کنی. بعد از عملگر اساینمنت، این آبیه عملگر اساینمنت مساوی، باید یک چیزی اینجا بنویسی شما که این چیزه یه مقداری داره. این چیزی که اینجا میخوای بنویسی یه مقداری داره که این مقدار به عنوان مقدار اولیه J درش ثبت بشه. چیزی که مقدار داره در زبان C اسمش هست اکسپرشن. اینجا شما باید یک اکسپرشن بنویسی. حالا اکسپرشن ها انواع متفاوتی دارن. میخوام با ساده ترین نوع اکسپرشن ها شروع کنیم. ناکن توی این خط من می‌نویسم دی به علاوه مثلا 4. توی این خط این 4 یک کانستنت یا لیدرال تو کدت دیگه. این یک مقداری داره. این یک اکسپرشن. این متغیره هم یک مقداری داره. این هم یک اکسپرشن. پس ساده ترین نوع اکسپرشن ها چی هستند؟ کانستنت ها و وریبل ها. اینها مقدار دارن، پس اکسپرشن هستند. حالا اکسپرشن ها به دو دسته کلی تقسیم میشن. یه سری اکسپرشن ها هستند که این مقداری که دارند این مقدار کلا ثابت. مثل چی؟ مثل این 4، مثل این 30 در مبنای 8، مثل این 18 هکس، مثل این 24. اینا کانستنت ها هستن دیگه، اسمشون اصلا کانستنته. مثل این آی. چرا؟ چون این آی هم کانستنته. یک اکسپرشنیه، یه چیزیه که مقدار داره و این مقدار تغییر نمیکنه. این یه نوعش. یه نوع از اکسپرشن ها هستن که مقدارشون تغییر میکنه. مثل چی؟ مثل این متغیرها. خب متغیر اصلا تغییر میکنه دیگه. یه اکسپرشنه، یه چیزیه که مقدار داره ولی مقدارش تغییر میکنه. حالا نکتهش اینه، شما توی اینیشیالایزیشن متغیرهای گلوبال این مقداری که اینجا می‌نویسی باید یه اکسپرشنی باشه که این اکسپرشن مقدارش تغییر نمیکنه. میگن کانستنت اکسپرشن. حالا میتونی اینجا از آی استفاده کنی. خب این آیه هم مقدارش تغییر نمیکنه دیگه. کد کامپایل میکنی و اروری نمیگیری. یا میتونی اینجا یک عدد بنویسی. این عدده هم مقدارش تغییر نمیکنه دیگه. پس مشکلی نداره، ارور بهت نمیده. ولی اگه بیا اینجا یک متغیر بنویسی، این متغیر یه اکسپرشنیه که متغیر دیگه اسمش روشه. اینجا بهت ارور میده. توی اینیشیالایزیشن متغیرهای گلوبال این عددی که اینجا مینویسی نمیتونه یه اکسپرشنی باشه که متغیره. حالا مقدارش رو برمیگردونم به 8. ولی توی اینیشیالایزیشن متغیرهای لوکال میتونی اینجا یه اکسپرشنی بنویسی بعد از اساینمنت که این اکسپرشن وریبل باشه. پس تا حالا با اکسپرشن ها ساده ترین نوعش آشنا شدی و اکسپرشن های وریبل و اکسپرشن های کانستنت. حالا قبل از اینکه به سایر انواع اکسپرشن ها بپردازیم، میخوام یکم بریم تو بخش دیباگ و با مسائل مختلفی که اونجا داره بیشتر آشنا بشیم. این متغیر A رو من برمیدارم، میام توی این فور. حالا این فور هم تغییر بدم به وایل 1 که باش بیشتر ارتباط برقرار کنید. داخل وایل 1 میخوام AC2 رو اینکریمنت کنم، یعنی یکی بهش اضافه کنم. شما میتونید بنویسید AC2 پلاس پلاس. پلاس پلاس یک عملگره. حالا بعدا هم بیشتر باهاش آشنا میشیم. اتفاقی که میفته چیه؟ خب CPU میاد تو مین رو اجرا کنه، بعدش هم میاد تو وایل 1. تو وایل 1 دائما میچرخه و AC2 یکی بهش اضافه میشه. حالا این AC2 پلاس پلاس رو یکم اینجا مینویسم. این AC2 پلاس پلاس رو یه بار دیگه هم اینجا مینویسم. تو بخش دیباگ بهمون یه کمکی میکنه. خب کدو کامپایل میکنم، میریم تو بخش دیباگ. من 3 تا پنجره رو میخوام اینجا بررسی کنیم. یه پنجره وریبل، یه پنجره لایو اکسپرشن و یه پنجره اکسپرشن. حالا پنجره اکسپرشن اینجا نیست. چجوری میاریمش؟ رو ویندو کلیک میکنی، شو ویو، اکسپرشن رو اینجا پیدا میکنی، اکسپرشن رو میزنی، پنجره اکسپرشن اینجا اضافه میشه. حالا متغیری که من میخوام ببینم همین متغیر AU32. اینجا کپیش میکنم، هم تو بخش اکسپرشن اینجا توی اد نیو اکسپرشن کلیک میکنم، این اکسپرشنمون رو مینویسم. نکن اینجا اکسپرشن دیگه، همین الان ما داشتیم راجع به اکسپرشن صحبت میکردیم. این هم یه متغیر اکسپرشنه. تو بخش لایو اکسپرشن هم اکسپرشنمون رو اضافه میکنم این متغیرمون رو. حالا کاری که انجام میدم اینه که کدو ران میکنم، رزیوم رو میزنم که کد ران بشه. همونطور که میبینی دائما داره به مقدار A یکی زیاد میشه. چرا؟ خب چون CPU میاد تو وایل 1 و دائما میچرخه و به A یکی زیاد میکنه، اضافه میکنه. البته اینجا یکی تو این خط یکی بهش اضافه میکنه، تو این خط یکی دیگه بهش اضافه میکنه. تو پنجره لایو اکسپرشن شما داری میبینی مقدار A رو داره زیاد میشه. حالا میبینیم تو پنجره اکسپرشن، تو پنجره اکسپرشن شما نمیبینی که مقدار A داره زیاد میشه. چرا؟ چون وقتی کد رو ران میکنی
نکن رزیومو میزنی که کد همینجوری داره ران میشه، یعنی سی پی یو داره خودش میره جلو بدون استاپ، میره جلو و کد اجرا میکنه. تو پنجره اکسپرشن نمیتونی ببینی، ولی تو پنجره لایو اکسپرشن میتونی ببینی، چون این لایو دیگه. حالا اگر من ساسپند کنم کدمون رو، همون جایی که سی پی یو هست متوقف میشه. الان ساسپند میکنم، نکن سی پی یو تو وایل 1 بود، اینجا متوقف شد. همونطور که میبینید دیگه مقدار A زیاد نمیشه. تو پنجره اکسپرشن هم الان شما میتونی مقدارش رو ببینی. نکن مقدارش هرچی هست با این یکیه. حالا میخوایم کد خط به خط اجرا کنیم. برای اجرای خط به خط کد شما باید از استپ اینتو، استپ اوور و استپ ریترن استفاده کنید. استپ اینتو یه خط میره جلو، استپ اوور برای اینه که به یه تابعی رسیدی میخوای از تابع بپری. حالا بپری مفهومش یعنی چی؟ یعنی سی پی یو میره کل تابع رو اجرا میکنه بعد میاد بیرون دیگه ادامه میدی. استپ ریترن مال وقتی اینه که رفتی توی تابع میخوای بیای بیرون، میخوای سی پی یو بقیه تابع رو اجرا کنه و شما بیای بیرون از تابع، استپ ریترن رو میزنی. حالا من اینجا برای اینکه یه خط برم جلو میتونم استپ اوور رو بزنم، میتونم استپ اینتو رو بزنم، فرقی نمیکنه. مثلا استپ اوور رو میزنم، نکن میاد خط بعدی دوباره میخواد به A یکی اضافه کنه. الان مقدار A رو ببین، هرچی هست به مقدارش یکی اضافه میشه. یه بار دیگه که استپ اینتو رو بزنم شد 730 1 10 صدگانش. یه بار دیگه میریم جلو شد 731. یه بار دیگه میریم جلو 732. وقتی که داریم کد خط به خط اجرا میکنیم تو پنجره اکسپرشن میتونیم ببینیم مقدار متغیرهامون رو، و تو پنجره لایو اکسپرشن هم میتونیم ببینیم مقدار متغیرمون که داره زیاد میشه. نگاه کنیم مقدارش زیاد داره میشه، یه خط که میریم جلو هی مقدارش زیاد میشه یا مقدارش زیاد میشه. ولی وقتی که کد رو ران کنی توی پنجره اکسپرشن نمیتونی ببینی. فرقش اینه. حالا ما توی پنجره اکسپرشن یه سری امکانات هم داریم که تو پنجره لایو اکسپرشن نداریم. مثل چی؟ مثل این چیزی که این پایین داره بهت نشون میده. نکن اینجا داره بهت میگه که آقا این A اولا مقدار دسیمالش چنده، بعد مقدارش در مبنای 16 چنده، بعد باینریش چنده، بعد اکتالش چنده. در یک نگاه همه چیزو داره بهت میگه. حتی اگر اینجا یک آرایه کاراکتری هم باشه بهت نشون میده، هلو وردی چیزی مثلا. ولی تو پنجره لایو اکسپرشن شما در یک نگاه همه چیزو نداری. ولی حالا بازم اینجا امکانات خیلی خوبی داره. مثلا شما روی این ویو منو میتونی کلیک کنی، نامبر فرمت رو بزنی، مثلا انتخاب کنی عدد در مبنای 16 بهت نمایش داده بشه، یا مثلا میتونی انتخاب کنی که عدد دسیمال باشه، یا میتونی انتخاب کنی که عدد در مبنای 8 باشه. نگاه کن در مبنای 8 اولش یه صفر میاد. یا میتونی انتخاب کنی که عدد باینری 0 و 1 نمایش داده بشه. همه این انتخابات تو بخش اکسپرشن هم وجود داره. اینجا شما روی این نامبر فرمت کلیک کنی تو پنجره اکسپرشن هم میتونی انتخاب کنی هگز نمایش داده بشه. نگاه کن هگز شد. یا میتونی انتخاب کنی که مثلا دسیمال باشه، یا اکتال باشه، یا باینری باشه، یا استرینگ باشه. میتونی اینجا انتخاب کنی که استرینگ هم اینجا اضافه تر داره. حالا تو این پنجره شما تو این سه تا نقطه که کلیک کنی یه لایوت هم داری. این لایوت داره بهت میگه ورتیکال باشه یا هوریزونتال. الان ورتیکال، من هوریزونتالش میکنم ببین چی میشه. این بخش دیتیلی که داریم توی پنجره اکسپرشن این الان عمودی شد. حالا دوباره برمیگردونم افقیش میکنم، الان افقی شد. داخل پنجره اکسپرشن روی شما سه نقطه کلیک کنید لایوت. خب میتونی ورتیکال و هوریزونتال باشه. اتوماتیک اگه بزنی خودش انتخاب میکنه که ورتیکال یا هوریزونتال باشه. اگه اکسپرشن ویو آنلی رو بزنی این بخش دیتیلی که الان اینجا هست رو بهت نشون نمیده. الان من اینو زدم این حذف شد. نکته بعدی که اینجا داریم تو بخش لایوت اینه که شما میتونی کالم ها رو مخفی کنی، ستون ها رو مخفی کنی یا نمایش بدی. الان همونطور که میبینی اینجا 3 تا ستون ما داریم. اگه من این شو کالم تیکشو بردارم ستون ها رو دیگه شما نمیبینید. دوباره تیکشو میذارم. و نکته بعدی هم اینه که شما میتونی انتخاب کنی که چه ستون هایی تو پنجره اکسپرشن به نمایش داده بشه. سلکت کالم که وقتی بزنی مثلا من اینا رو همش رو انتخاب میکنم که همش رو شما ببینی. الان ما 6 تا ستون داریم. بخش دیسکریپشن، ادرس، نیم هم اضافه شد. خب ادرس به شما نشون میده که این متغیر کجا از حافظه ذخیره شده. نکن اینجا ما یه لایوت داریم که به ما انتخاب میده که چجوری خب تنظیم کنیم بخش دیتیل و همچنین راجع به ستون ها. و نامبر فرمت رو داریم. اینجا استرینگ هم اضافه داره. حالا من اینو میکنم تو دیفالت. اینا تو پنجره اکسپرشن هست ولی تو پنجره لایو اکسپرشن اینا وجود نداره. تو پنجره لایو اکسپرشن فقط نامبر فرمت رو داری. بعد تو پنجره اکسپرشن شما وقتی کلیک راست کنی 2 تا انتخاب بیشتر نداری. یه ریموو داری، یه ریموو آل داری. ریموو اینو پاکش میکنه، ریموو آل هر چی اکسپرشن اینجا باشه تو پنجره لایو اکسپرشن باشه پاکش میکنه. ولی تو پنجره اکسپرشن شما اینجا کلیک راست کنی انتخابای زیادی داری.
خب ریموو که بزنی پاک میکنه، ریموو آل همشو پاک میکنه، سلکت آل همشو انتخاب میکنه، کپی اکسپرشن این اکسپرشن رو کپی میکنه، شاید بخوای یه جایی پیستش کنی. حالا اینجا نامبر فرمت داری، نکن نامبر فرمت رو اینجا هم برای هر اکسپرشن داری، هم میتونی اینجا برای همه اکسپرشن ها مشخص کنی. مثلا من اینجا نامبر فرمت اینو میکنم هکس. خب الان همینطور که میبینی ولیو این در مبنای 16 داره نمایش داده میشه. حالا روش کلیک راست میکنم، نامبر فرمت رو میزنم دسیمال، دوباره ولیوش طرف در مبنای دسیمال. یعنی اینجا شما تو پنجره اکسپرشن میتونی برای هر اکسپرشنی مشخص کنی که ولیوشو چجوری به شما نمایش داده بشه. حالا اینجا دوباره من کلیک میکنم، نامبر فرمت رو میزنم ریستور تو پرفرنس. اینو که بزنی برمیگرده به تنظیماتی که شما اینجا انجام دادی برای نامبر فرمت، هکس تنظیم کردی، اینجا اومده هکس. دوباره کلیک میکنم اینجا اد گروپ اکسپرشن رو بعداً بهتون میگم. فایند رو بزنی برای اینکه که پیدا کنی یه اکسپرشنی اینجا. حالا ما یه اکسپرشن اینجا بیشتر نداریم الان، ولی اگه مثلا 100 تا 200 تا داشتی اینجا میتونی سرچ کنی، دنبالش بگردی ببینی که هست یا نیست، بعد بری ببینی شو اینا. دوباره اینجا کلیک راست میکنم، دیسیبل رو بزنی غیر فعال میشه، اکسپرشن غیر فعال میشه. دوباره انیبلش میتونی بکنی، دوباره کلیک راست میکنم، اد واچ اکسپرشن هم یه اکسپرشن جدید اضافه میکنی. ادیت واچ اکسپرشن هم خب شما میتونی اکسپرشن تو ادیت کنی، مثل اینه که همینجا کلیک کنی و تغییر بخوای بدی اکسپرشن تو. دوباره روش کلیک میکنم، کست تو تایپ رو بعداً بهتون میگم، اد واچ پوینت رو بعداً بهتون میگم، اینا رو هم بعداً بهتون میگم. خب راجع به پنجره‌های اکسپرشن و لایو اکسپرشن صحبت کردیم. شما دیدی که تو پنجره لایو اکسپرشن میتونی متغیرها رو در زمان اجرای کد ببینی که تغییر میکنن، ولی تو پنجره اکسپرشن خب نمیتونی اینو ببینی. ولی پنجره اکسپرشن یه سری امکانات دیگه‌ای بهت میده و همچنین امکانات اضافه تری داره اینجا که شما داری اینا رو اینجا میبینی. حالا پنجره وریبل چیه؟ کدو ساسپند میکنم. نکن شما اینجا یه متغیری رو میبینیم، ما هم اینو اضافه نکردیم، اینجا هم من نمیتونم چیزی اضافه کنم. انتخابایی هم که اینجا داریم، اینجا هم میتونی نامبر فرمت و هم لایت رو میتونی تغییر بدی. حالا تو این پنجره وریبل داره چی رو نمایش میده و چه جوریه که این خودش اینجا بود؟ پنجره وریبل اینجوریه که تو هر تابعی که باشی، الان ما تو تابع مینیم، متغیرهایی که تو اون تابع تعریف شده رو میاد بهت نشون میده. متغیرهای لوکال رو تو پنجره وریبل بهت نشون میده. خودت نمیتونی اینجا اضافه کنی، خود سی پی یو میره تو هر تابعی که اون تابع رو اجرا کنه، متغیراش اینجا نمایش داده میشه. متغیرهای لوکال. شما حالا انتخابایی هم که اینجا داری اینه که شما میتونی نامبر فرمت رو تغییر بدی، یا لایوت میتونی مثلا سلکت کالم، من میتونم یه کالم دیگه اضافه کنم لوکیشنش رو ببینم. حالا اینجا لوکیشن داشتیم، اینجا ادرس داشتیم، اینا فرقش چیه؟ نکن این لوکیشنی که اینجا داریم این تغییر میکنه. چرا؟ چون این تابع تا وقتی که داره اجرا میشه این متغیر DU8 یه جایی تو از حافظه رو داره دیگه. وقتی که این تابع فراخوانیش تموم بشه دیگه این لوکیشن رو نداره. بخاطر همین اینجا نوشته لوکیشن، اینجا نوشته ادرس. یه فرقی با هم دیگه دارن. این اکسپرشنی که ما اینجا داریم یه آدرس ثابت داره تو حافظه این UC2. چرا؟ چون متغیر گلوبال خارج از تابع تعریف شده، نه اینجا تعریف شده. ولی این متغیر DU8 ما داخل تابع تعریف شده و لوکاله، به خاطر همین آدرسش رو نوشته لوکیشن. حالا میخوام بریم این آدرس ها رو ببینیم که چه خبره. این آدرس ها رو حافظه کجاست، حافظه رو چجوری ببینیم. همین متغیر AU32 رو نگاه کن شما، آدرسش چنده؟ 20 میلیون هگزه. خب 20 میلیون هگز هم میدونی کجاست دیگه، تقریبا تو اسرم دیگه. من بهتون گفتم اسرم آدرسش از 20 میلیون هگز شروع میشه. این متغیر دقیقاً تو اولین خونه حافظه اسرم ذخیره شده. حالا چجوری بریم حافظه رو ببینیم؟ برای اینکه حافظه رو ببینی شما به پنجره مموری نیاز داری. حالا پنجره مموری رو من اینجا نمیبینم. پنجره رو وقتی نمیبینی از کجا پیداش کنی؟ رو ویندو کلیک میکنی، روی شو ویو کلیک میکنی، مموری رو اینجا پیدا میکنی، مموری. پنجره مموری اینجا برات اضافه میشه. حالا من اینا رو دوباره پاک میکنم که خودم اضافه کنم الان شما ببینید. پنجره مموری وقتی باز میشه اول به این شکله. برای اینکه شما یک جایی از حافظه رو بخوای ببینی، روی این پلاسه کلیک میکنی، اد مموری مانیتور رو میزنی. بعد اینجا آدرسی که میخوای ببینیشو مینویسی. آدرسمون چنده؟ 20 میلیون هگز 20 6 تا 0. آدرس رو که نوشتی اوکی رو میزنی. خب الان شما آدرس رو داری میبینی، ولی شما میتونی انتخاب کنی که آدرس رو به چه شکلی ببینی. حالا اینو بعداً باهاش آشنا میشی که اینا چه مفهومی دارن، ولی من الان ازت میخوام که شما روی آنساین اینتیجر کلیک کن. چیکار کردم؟ روی نیو رندرینگ کلیک کردم، آنساین اینتیجر. بعد یه رندرینگ برات باز میشه و شما میتونی مقدار متغیر تو ببینی. حالا متغیر ما کجاست؟ آدرسش 20 میلیون هگزه. نکن اینجا شما آدرس رو میبینی 20 میلیون هگز.
بعد اینجا نوشته 0 تا 3 4 تا 7 8 تا 20 30 تا F. بعد بعدی 20 میلیون و 10 هگزه. حالا این یعنی چی؟ نکن این چیزی که الان اینجا آبی شده 4 تا خونه حافظه است. 20 میلیون 20 میلیون و 1 20 میلیون و 2 20 میلیون و 3. این 4 تا خونه حافظه این آبی است. حالا این چیزی که الان اینجا می‌بینی آبی شده 20 میلیون و 4 20 میلیون و 5 20 میلیون و 6 20 میلیون و 7 این خونه های حافظه است. من دارم آدرساشو میگم. نکن اینم 32 تا بیته، یعنی 4 تا خونه حافظه است. حالا 4 تا خونه حافظه میشه چی؟ این آدرس های این 4 تا خونه حافظه میشه 20 میلیون و 8 20 میلیون و 9 20 میلیون و A 20 میلیون و B. داریم در مبنای 16 آدرس ها رو میگیم دیگه. اینم 20 میلیون C 20 میلیون و D 20 میلیون E 20 میلیون F. حالا ما آدرس متغیرمون 20 میلیونه. این متغیر ما چند تا خونه حافظه اشغال میکنه؟ 4 تا خونه حافظه اشغال میکنه دیگه. چرا؟ چون نوعش یوینت 32 تی unsigned int، یعنی 32 بیت، یعنی 4 تا خونه حافظه. 32 میشه 4 تا 8 دیگه، میشه 32 تا بیت. خب 4 تا یعنی خونه حافظه اشغال میکنه. یعنی اینجا داری شما مقدارش رو میبینی. حالا اینجا مقدارش رو داره چی نشون میده؟ دسیمال نشون میده. بعد اینجا هگز داره میبینی. خب ما اینو میتونیم تغییر بدیم، این نامبر فرمت رو من میکنم دسیمال، شما مقدارش رو اینجا میبینی 734 256 48 734 256 48. همونطور که میبینی مقدار یکی. حالا من کد رو ران میکنم. همونطور که میبینی اینجا بهمون نشون نمیده، خب چون تا پنجره اکسپرشنیم دیگه. اینجا هم فریز شده. ولی شما تو پنجره لایو اکسپرشن کلیک کنی میبینی که مقداره داره تغییر میکنه. حالا اینجا رو ساسپند کنی، استاپ کنی کدو، میبینی که این 83 20 139 4 83 20 139 4. وقتی که ساسپند کنی شما میتونی مقدار رو توی حافظه ببینی. خب این حافظه مثل بخش اکسپرشنه. تنها وقتی میتونی ببینی که کد استاپ باشه، کد در حال اجرا شدن نباشه. با حافظه هم پس با پنجره مموری هم آشنا شدی. فقط تنها نکته ای که هست، اینا رو من بعداً بهت میگم که اینا چیه. شما فعلا رو آنساین اینتیجر یا هگز اینتیجر کلیک کن، بقیه‌شو بعداً راجع بهش صحبت میکنیم. اومدیم اینجا یه پلاس رو زدیم، بعدش هم این حافظه رو دیدیم، رندرینگ جدید گرفتیم، تو رندرینگ جدید دیدیم. حالا اینجا هم شما یک ضربدر دادی و یک ضربدر همش داری. این ضربدر رو بزنی پاک میکنه، اگه دو تا ضربدری بزنی همش رو پاک میکنه. چند تا نکته دیگه رو بگم راجع به این ویو ها. نکن شما میتونی این ویو رو بگیری، خب مثلا بندازش اینجا، دو تایی میشه. دوباره مثلا من این ویو رو میگیرم، میذارمش اینجا. میبینی خطی بعد از مموری میاد، میذاریش اینجا. یا مثلا میگیریش، میذاریش اینجا. هر جا بخوای میتونی بذاری. الان چی رو داری مشخص میکنی؟ داری پرسپکتیو تو مشخص میکنی که چه جوری باشه، چه شکلی باشه. این پرسپکتیو دیباگ ماست دیگه. من دارم مشخص میکنم چه جوری باشه. مثلا اینو میخوام بردارم بذارم اینجا. انتخاب داری که این کار رو انجام بدی. بعد شما میتونی روی این اکسپرشن کلیک کنی. خب کلوز رو بزنی بسته میشه، کلوز آدرز رو بزنی این دوتا بسته میشه، کلوز تابز تو د لفت رو بزنی تب های چپش بسته میشه، کلوز آل رو بزنی همش بسته میشه، دیتچ رو بزنی ول میشه دیگه. اینو یه پنجره جدا داری اکسپرشن. اینو مثلا میتونی ببری توی مانیتور دیگه نمایش بدی، میتونی هر کاری دوست داری بکنی باهاش. حالا دوباره میخوام اینو برگردونم اینجا. چیکار میکنم؟ این گوشهشو میگیری میادی میذاری اینجا. این برای دلخواه خودت دیگه، مثلا هر جوری که دوست داری محیط نرم افزار رو تو تنظیم میکنی. یه نکته دیگه، این اوپن نیو ویندو رو هم بزنی یک پنجره اکسپرشن دیگه اینجا برات باز میکنه. نگاه من الان یه پنجره اکسپرشن دیگه اینجا دارم. الان اینو دیتچش کنم، دوباره دیتچش میکنی. کجا رفت؟ اومد توی مانیتور دیگه. یه پنجره اکسپرشن دیگه داری. حالا این پنجره اکسپرشن همینا ها. مثلا من اینجا یه چیزی دیگه اضافه کنم، مثلا JU8 رو اضافه کنم، بازم اونجا هم میاد. نکن اینجا هم میاد. اینجا اضافه کردم اونجا هم اومد. یکی درس. بعد ببندیش هم میتونید ببندیش دیگه. بسته میشه. یه نکته دیگه بگم از پنجره اکسپرشن. شما تو پنجره اکسپرشن کلیک کنی، کلیک راست کنی، لازم نیست روی اینا هم کلیک راست کنی. همینجا میتونی کلیک راست کنی. بعد اد اکسپرشن گروپ رو داریم. یکی رجیستر داریم، یه لوکال وریبل داریم. رو رجیستر من کلیک میکنم و اینجا رجیسترها اضافه میشن. حالا اینجا چه رجیسترهایی هستن؟ رجیسترهای CPU هستن. رجیسترهای CPU رو به یه روش دیگه هم میتونی ببینی. دو ویندو کلیک کن، دو شو ویو، رجیستر رو اینجا پیدا کن، رجیسترز، پنجره رجیستر اینجا اضافه میشه. این تیکی کنارش رو بزنی شما میتونید رجیسترهای CPU رو اینجا ببینی. حالا در ادامه بیشتر هم راجع به رجیسترهای CPU صحبت میکنیم. این رجیسترهای CPU رو من پاکش میکنم، ریموو میزنم، دوباره اینجا کلیک راست میکنم،
اکسپرشن گروپ رو میزنم. لوکال وریبل هم میتونی انتخاب کنی. خب وریبل های لوکال رو میبینی. توی هر تابعی که باشی متغیرهایی که داخل اون تابع تعریف شده رو بهت نشون میده. ما الان با توجه به اینکه در تابع مین هستیم خب این متغیر دی رو به ما نشون میده که تو پنجره وریبل هم شما میتونید متغیر دی رو ببینی. یه نکته دیگه هم بگم داخل پرانتز، شما بعضی وقتا میبینی که تو ویدیو یه سری چیزا تغییر میکنه. مثلا این عدد 6 قبلش 6 نبود دیگه، عدد دیگه بود. به این دلیل اینکه نمیشه که ویدیو رو من یک سره ضبط کنم، یه صدایی میاد بالاخره مجبورم تیکه تیکش کنم. خب حالا ادامه میدیم. میرم تو پنجره لایو اکسپرشن. تا اینجا شما با ساده ترین اکسپرشن ها که لیدرال ها و وریبل ها هستن آشنا شدی. حالا میخوام واسه یه سری اکسپرشن دیگه آشنا بشیم. اینو یادت باشه اکسپرشن یه چیزیه که مقدار داره. حالا یه مدل از اکسپرشن ها هستن که این اکسپرشن ها یه مجموعه‌ای از آپریتورها و آپرند ها هستن. مثلا من اینجا تو پنجره لایو اکسپرشن یه اکسپرشن جدید اضافه میکنم، یک به علاوه یک. این یک اکسپرشن، اینی که الان آبی شده این یک اکسپرشنه. این یک مقداری داره. و این اکسپرشن چه جور اکسپرشنیه؟ یه مجموعه از آپریتورها و آپرند هاست. حالا آپریتورش چیه؟ این عملگر پلاسه. آپریتور یعنی عملگر. عملگر پلاس کاری که میکنه اینه که طرف چپ و راستش رو با هم دیگه جمع میکنه. حالا طرف چپ و راست این عملگر پلاس چی هن؟ دو تا اکسپرشنن خودشون، که این طرف چپش یه اکسپرشنیه که یه لیدراله، طرف راستش هم یه اکسپرشنیه که بازم یک لیدراله. پس دو تا اکسپرشن با هم دیگه جمع شدن، حاصلشون شده یه اکسپرشن دیگه. الان این آبیه یه اکسپرشنه. حالا من میتونم به جای یکی از این یکا بذارم AU32. مقدار AU32 رو با یک جمع کردیم و این آبیه الان یک اکسپرشنه. یک عملگر دیگه رو میخوام براتون مثال بزنم. عملگر اساینمنت. مثلا من می‌نویسم AU32 مساویس با 5. اساینمنت خودش یک عملگره، یک آپریتوره. کاری که انجام میده اینه که طرف راستش و مقدارش رو میگیره میریزه تو طرف چپش. و یه چیزی هم که در مورد عملگر اساینمنت یادت باشه اینه که شما هر چیزی رو نمیتونید طرف چپ اساینمنت بذاری. مثلا نمیتونید بنویسی 5 مساوی 1. این منطقی نیست. بعضی از چیزا میتونن طرف چپ اساینمنت باشن که بهشون میگن L value، یعنی L یعنی left دیگه، یعنی میتونن طرف چپ اساینمنت باشن. بعضیا فقط طرف راست اساینمنت میتونن باشن، بهشون میگن R value. حالا اینو من ریمووش میکنم. یه نکته ای هم راجع به عملگر اساینمنت بدون. شما وقتی اینجور چیزی رو اینجا مینویسی این اجرا میشه در کد. الان من کد رو ران میکنم، کد رو استاپ میکنم. مقدار AU32 5. چرا مقدار AU32 5؟ چون ما اینجا نوشتیم AU32 مساوی 5 و این تو حافظم اعمال میشه. الان آدرس AU32 چند بود؟ توی بخش اکسپرشن آدرسش رو میتونید ببینیم 20 میلیون هگز بود. دوباره من اینجا اضافه میکنم آدرسش رو و میتونید ببینید دوباره تو حافظه ببینیم. همونطوری که میبینیم مقدارش 5. حالا نیو رندرینگ هم میزنم، آنساین اینتیجر رو میزنم. نکن مقدارش 5. چرا؟ چون ما اینجا تو پنجره لایو اکسپرشن نوشتیم AU32 مساوی 5. یعنی اینی که تو بخش دیباگ نوشتی این اعمال میشه. این باعث شد که AU32 مساوی 5 بشه. اینا رو حواست باشه. حالا من اینو چرا اینجا نوشتم؟ چون میخواستم بهت بگم که این آبیه، این چیزی که الان آبیه یه اکسپرشنه. خود این یه مقدار داره. AU32 مساوی 5 خود این آبیه، کل این آبیه یه مقداری داره، مقدارش 5. اینو خیلی نمیدونن. مثلا بهشون بگی مقدار اساینمنت چیه نمیدونن. حالا مقدار اساینمنت چیه؟ مقدار اساینمنت اون چیزیه که تو طرف چپ اساینمنت ریخته میشه. میشه مقدار اکسپرشن اساینمنت. اساینمنت یه آپریتوره، میتونی با استفاده از این آپریتور یه اکسپرشن بسازی. این آپریتور چیکار میکنه؟ مقدار طرف راست رو میریزه تو طرف چپ. این یه اکسپرشن میشه که مجموعی از آپریتورها و آپرند هاست. آپرند اون چیزیه که آپریتور داره روش کار میکنه. الان آپرند های ما اینجا 5 که 5 اکسپرشنیه که یه لیدراله و آپرند دیگه همون AU32 که یه اکسپرشنیه که وریبله. این اکسپرشن، این آبیه یه مقداری داره که 5 و نوعش چیه؟ نوعش یونیت 32 حالا من اگر اینو بکنم 8، مقدار اکسپرشن اساینمنتمون چی میشه؟ میشه 8. مقدار این 8 مقدار AU32 هم 8 میشه ولی مقدار اینم 8 میشه. حالا در ادامه میخوایم راجع به نوع و مقدار اکسپرشن ها صحبت کنیم
وقتی که چی؟ وقتی که آپرند ها نوعهاشون متفاوت بشه. نوع اکسپرشن میخوام ببینیم چجوری مشخص میشه. خب من میخوام یه سری عملیات ریاضی اینجا پیست کنم. اینا رو من از قبل نوشتم که سرعت کارمون یه مقدار بالاتر بره، چون میخوام یه سری مطالب رو بررسی کنیم. من این سری عملیات ریاضی اینجا نوشتم که این عملیات ریاضی شامل آریتمتیک آپریتورها هستش. آریتمتیک آپریتورها ساده ترین عملیات های ریاضیه، جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و پلاس پلاس و ماینس ماینسه. حالا در جریان بررسی این آریتمتیک آپریتورها میخوام بررسی کنیم که نوع یک اکسپرشنی که این اکسپرشن محتویات شامل یه سری آپریتور و آپرنده چه چیزیه، نوعش رو میخوام بررسی کنیم. حالا من یه بار کد رو کامپایل میکنم، دوباره میریم تو بخش دیباگ، اینجا خط به خط میریم جلو و بررسی میکنیم که چه اتفاقی داره توی کد ما میفته. میرم تو بخش دیباگ، این پنجره پایینی رو مینیمایز میکنم که فضای بیشتری داشته باشیم. میرم تو بخش لایو اکسپرشن، اولین کاری که انجام میدم اینا رو همه رو پاک میکنم. بعد من میخوام که همه این متغیرهایی که اینجا تعریف کردیم رو ببینیم. به خاطر همه اینها رو تو بخش لایو اکسپرشن من الان اضافه میکنم. خب من متغیرها رو اضافه کردم، فقط یکی از متغیرهامون هست متغیر f مون که اینجا دکلریشنش وجود داره. این متغیر f اینجا نوشته که fail to evaluate expression. حالا چرا اینجا اینو نوشته؟ به دلیل اینکه ما از متغیر f استفاده نکردیم اینجاها هیچ جا. اگر یه متغیری رو تعریف کنی و ازش استفاده نکنی، کامپایلر اینو اصلا کلا پاک میکنه از تو کد، میگه که خب از این استفاده نکردی دیگه، چرا این اینجا باشه؟ خب به دلیل خوبی هم داره که این کارو انجام میده. حالا میخوایم کد رو خط به خط اجرا کنیم، بریم جلو و من بهتون نشون بدم که چه اتفاقی میفته. از این چند تا خط اول رد میشیم، یه استپ اینتو میزنم، یه استپ اینتو دیگه. حالا من یه خط رد شم جلو، نگاه کن الان لاین 19 ایم، الان اینجاییم. از این خط رد بشم چه اتفاقی میفته؟ به مقدار a یکی اضافه میشه. از این خط رد میشم، خب مقدار a دیدی از 8 شد 9. حالا تو این خط من چی رو میخواستم بهتون بگم؟ نکن میخوام اینو بررسی کنیم که اینجا چه اتفاقی داره میفته. AU32 خودش یه اکسپرشنه که یک وریبل، HU32 هم خودش یه اکسپرشنه که یک وریبل. مقدارش هم شما اینجا میبینی A 9 H 24. حالا اینا با هم دیگه جمع بشه میشه 33. یعنی مقدار این اکسپرشن 33. این چیزی که الان آبی شده یک اکسپرشن دوباره که این اکسپرشن خودش شامل دو تا آپرنده که یک آپرندش این H هست، یک آپرندش این A است و یک آپریتور پلاسه. آپریتور پلاس این دوتا رو با هم دیگه جمع میکنه. این آبی خودش اکسپرشنه که من کپیش کنم بیام اینجا هم بنویسم، شما میتونید مقدارش رو ببینید 33. حالا من اینو از اینجا پاک میکنم که شلوغ نشه. بعد این اکسپرشن و مقدارش رو ریختیم توی JU32 با استفاده از چی؟ با استفاده از آپریتور اساینمنت. آپریتور اساینمنت طرف راستش رو میریزه تو طرف چپش. این آبی هم خودش یه اکسپرشنه و این اکسپرشن هم یه مقداری داره. مقدارش چیه؟ مقداریه که تو JU32 ریخته میشه. یعنی مقدارش چی میشه؟ 33 میشه. الان از این خط من رد بشم، الان ما تو لاین 26 ایم، از این خط من رد بشم هم مقدار JU32 میشه 33. چرا؟ چون آپریتور اساینمنتی که اینجا هست این مقدار رو میریزه تو JU32. بعد آپریتور اساینمنتی که اینجا هست این مقدار رو میرزه تو HU32. خب این آبی مقدارش چنده؟ این آبی هم مقدارش 33. من اینو اینجا بنویسم، این هم مقدارش 33. نگاه کن JU32 مساویس با HU32 به علاوه AU32. مقدار این 33 خود این آبیه. من تو این خط هدفم این بود که اینو بهتون نشون بدم که یه جایی دیدی یه چیزی مساوی یه چیزی دیگه مساوی یه چیزی دیگه، اینو بفهمی که مفهوم داره. این اساینمنت داره این مقدار رو میریزه تو HU32. حالا من از این خط رد میشم، یه خط میریم جلوتر، نگاه کن هم JU32 شد 33 هم HU32 شد 33. هر دوتاشون شدن 33. خب حالا تو این خط میخواستم چی بهتون بگم؟ نکن بیگر اینتیجر رو تو اسمالر اینتیجر بریزی چه اتفاقی میفته. الان AU32 رو من مقدارش رو گذاشتم این عدد هگز. حالا چرا هگز گذاشتم؟ به خاطری که شما عدد تو مبنای 16 وقتی میبینی راحت تره که بایت هاشو جدا کنی. نکن این بایت کم ارزششه EF، بعد این بایت بعدیه، بعد این بایت بعدیه، بعد این بایت بعدیه. در مبنای 16 هر رقم 4 تا بیته. خب 2 تا رقم
میشه 8 تا بیت دیگه، میشه 1 بایت. حالا من اینجا هم میام اینو تغییر میدم رپرزنتیشنمون به هکس که آسون تر باشه. الان از این خط رد بشم، این مقداره اومده تو AU32. نکن 89 ABCDEF اومده تو AU32. حالا AU32 یک متغیریه که چیه؟ نوعش یونیت 32 T 32 تا بیت داره، 4 تا خونه حافظه رو اشغال میکنه. اگر ما بنویسیم J مساویس با A چه اتفاقی میفته؟ با توجه به اینکه J 1 بایت یونیت 8 تیه، الان مقدارش هم 12، 30 هگز میشه 12. حالا ببینیم از این خط رد بشیم چه اتفاقی میفته. مقدارش شده EF. شما وقتی یک متغیر بزرگتر رو میریزید توی متغیر کوچیکتر اینتیجر چه اتفاقی میفته؟ نکن بایت کم ارزشش اومده اینجا، بایت کم ارزشش اومده تو J ذخیره شده. AU32 رو ریختیم توی JU8، بایت کم ارزشش اومده اینجا ذخیره شده. حالا یه نکته دیگه، الان این اکسپرشن رو بیام اینجا بنویسم، به نظرتون نوعش چیه؟ نوع این اکسپرشن اساینمنت نوع طرف چپشه، یعنی طرف این. مقدارش چیه؟ مقداری که تو طرف چپ ریخته میشه. چه چیزی تو طرف چپ ریخته میشه؟ بایت کم ارزش AU32. چرا بایت کم ارزش AU32؟ خب چون J اندازه 1 بایت جا داره دیگه. J 1 بایته، این ور 4 بایته، این ور 1 بایته. بایت کم ارزشش میاد این ور ذخیره میشه. نوع این اکسپرشن، این چیزی که الان آبی شده، یه نوع داره، یه مقدار داره، یه اکسپرشنه. مقدارش مقداریه که تو طرف چپش ریخته میشه، طرف چپ اساینمنت که EF که بایت کم ارزش AU32. نوعش چیه؟ نوعش هم یونیت 8 تیه. چرا نوعش یونیت 8 تیه؟ چون طرف چپ اساینمنت نوعش یونیت 8 تی بوده. حالا اینو من دوباره پاکش میکنم. حالا رسیدیم به این خط. AU32 رو مساوی 10 کردم. الان میخوام ایمپلیسیت تایپ کانورژن رو بررسی کنم. نکن در حقیقت همین الان هم ایمپلیسیت تایپ کانورژن رو بررسی کردیم. حالا ایمپلیسیت تایپ کانورژن یعنی چی؟ اولا ایمپلیسیت یعنی چی؟ یعنی یک تغییر نوعی که به صورت خودکار اتفاق میفته تو برنامه. الان اینجا هم توی کد یک تغییر نوعی اتفاق افتاد. عملگر اساینمنت اومد یک تغییر نوعی ایجاد کرد. نکن AU32 رو وقتی میخواد بریزه تو JU8 باید نوع تغییر بده دیگه. چرا؟ چون این نوعش یونیت 32 تیه، این نوعش یونیت 8 تیه. این 4 تا خونه رو اشغال کرده، این یه خونه رو اشغال کرده. یه تغییر نوع ضمنی هست اونجا و باعث میشه که بتونه این مقدار رو بریزه تو این مقدار. حالا چجوری این مقدار رو میریزه تو این مقدار؟ همش رو نمیریزه، کم ارزش ترین بایتش رو فقط میریزه. حالا اینجا هم میخوام یه ایمپلیسیت تایپ کانورژن دیگه رو بررسی کنیم. ببین که چه اتفاقی میفته. این ایمپلیسیت تایپ کانورژنی که اینجا بررسی کردیم مال عملگر اساینمنت بود. حالا ایمپلیسیت تایپ کانورژنی که اینجا میخوایم بررسی کنیم برای عملگر تقسیمه. اول AU32 رو گذاشتم 10، مقدارش اینجا شده A هگز که خب A هگز میشه 10. حالا تو این خط ببین من چی نوشتم؟ نوشتم E مساوی 10 تقسیم بر 3. اولی مطلبی که توجه کن، این 10 تقسیم بر 3 خودش اکسپرشنه. حالا نوعش به نظرتون چیه؟ قبل از اینکه من اینتر بزنم ویدیو رو استاپ کنید بگید که نوع 10 تقسیم بر 3 چیه؟ استاپ. نوعش اینته. چرا نوعش اینته؟ حالا اولا اینت چیه؟ اینت همون اینت 32 تیه. چرا نوعش اینته؟ چون 10 نوعش اینته، 3 هم نوعش اینته. نکن من اینجا بنویسم 10 نوعش اینته، 3 هم نوعش اینته. به همین خاطر 10 تقسیم بر 3 نوعش اینته. و آیا 10 تقسیم بر 3 مقدارش میشه 3 هگز؟ اینو تقریبا بدم به دسیمال که ببینید که داستان چیه. در اومد به دیفالت. آیا 10 تقسیم بر 3 میشه 3؟ نه، میشه 3 ممیز 333. ولی چرا اینجا ما نمیبینیم 3 ممیز 333؟ چون نوع این آبیه اینته. چرا نوعش اینته؟ چون هم این ورش اینته، هم این ورش اینته. به همین خاطر نوع این آبیه هم اینته. خب یه چیزی که نوعش اینته چجوری میتونه مقدارش 3 ممیز 333 باشه؟ برای اینکه مقدارش 3 ممیز 333 باشه، نوعش باید فلوت باشه یا دبل باشه. به همین خاطر 10 تقسیم بر 3 نمیتونه که 3 ممیز 333 باشه. حالا من اینجا 10 تقسیم بر 3 رو ریختم توی ای. ای یه متغیری که فلوته. اگه شما اینجا ای رو میبینی مقدارش الان 10 ممیز فلانه. خب حالا از این خط رد بشم ببین چه مقداری توی F ذخیره میشه، توی ای ذخیره میشه. از این خط من رد میشم 3 توی ای ذخیره میشه. حالا ولی ما میخوایم 10 تقسیم بر 3 بشه 333. حالا چه جوری این کارو بکنیم؟ نکن ایمپلیسیت تایپ کانورژن الان میخوام یه مدل دیگه شو بهت بگم. الان ما اینجا یه اکسپرشن دیگه داریم.
این اکسپرشنمون هست 10 تقسیم بر 3.0. اینجا نکتهش اینه که 3.0 دیگه اینت نیست، 3.0 دبله. 10 چیه؟ 10 اینت. حالا اینجا چه اتفاقی افتاد؟ چرا الان نوع این شد دبل ولی اینجا نوع این شد اینت؟ دلیلش اینه که یک اکسپرشنی که شامل این جور آپریتورهای مثل تقسیم، نوع اکسپرشن، نوع این آبیه با توجه به نوع اعضاش مشخص میشه، ولی اون نوعی میشه که واید تره، اون نوعی میشه که بزرگتره. خب دبل بزرگتر از اینته، یه طرفش دبله یه طرفش اینته. خب دبل بزرگتر از اینته، دبل واید تر از اینته، به خاطر همین نوع این اکسپرشن میشه دبل. به خاطر همین الان 10 تقسیم بر 3 میشه 333 ولی اینجا 10 تقسیم بر 3 میشه 3. پس اینو باید حواست باشه، شما وقتی میخوای یه مقدار فلوت رو محاسبه کنی، یک طرفه حداقل آپریتورت باید فلوت باشه نامبرش. الان شما مقدار ای رو نگاه کن، مقدار ای 3. حالا از این خط رد بشم، مقدار ای میشه 3 ممیز 333. چرا؟ چون این اکسپرشن 3 ممیز 333 رو برمیگردونه ولی این اکسپرشن 3 رو برمیگردونه. چرا؟ چون این اکسپرشن نوعش دبله، این اکسپرشن نوعش اینت. حالا دوباره تو این خط اومدم با AU32 همین کارو کردم. نکن AU32 نوعش چیه؟ نوعش اینتیجره دیگه. خب از این خط الان رد شم، مقدار ای چند میشه؟ 3 میشه. نکن الان 3 ممیز 333 دوباره مقدارش 3 میشه، دوباره مقدارش 3 شد. حالا دوباره از این خط رفتم چه اتفاقی میفته؟ نکن دوباره ما یه اکسپرشنی داریم ولی این دفعه یه طرفش دوباره فلوته. الان من اینو اینجا بنویسم، نوعش رو شما ببین، نوع این فلوته. یه چیز دیگه هم الان یاد گرفتی، شما اگر یک عددی رو بنویسی، یه لیدرال فلوت رو بنویسی، یعنی یه لیدرال فلوتینگ پوینت رو بنویسی، این میشه دبل پرسیژن فلوت. ولی اگه بعدش F بذاری میشه فلوت، یعنی اینجا شده 64 بیتی، اینجا شده 32 بیتی. حالا این اکسپرشن به نظرتون نوعش چیه؟ نوعش فلوت. چرا این اکسپرشن نوعش فلوته؟ چون یک طرفش فلوته. حالا اگر من این اکسپرشن رو بیام اینجا رو اینا رو پاک کنم، نوعش چی میشه؟ نوعش آنسایند اینت میشه. آنسایند اینت همون یو اینت 32 تیه. حالا از این خط رد بشم، دوباره مقدار این میشه 3 ممیز 333. از این خط دوباره رد میشم، دوباره مقدارش شد 3 ممیز 333. نکته بعدی که میخوام بررسی کنم، اینتیجرهای علامت داره. نکن این B32 که داشتیم اینجا ما میبینیمش اینت 32 تیه، یعنی منفی هم میتونه باشه 32 بیتی. مقدارش رو گذاشتم 56. خب از این خط رد میشیم، مقدارش میشه منهای 56. حالا کاری که کردم، اومدم این B32 رو مقدارش رو ریختم توی 38. این B32 32 بیتیه، 38 8 بیتیه. خب حالا میخوام ببینیم که چه اتفاقی میفته. از این خط رد میشیم. خب 38 هم شد منهای 56. چرا؟ چون منهای 56 یه عددیه که توی 38 جا میشه. ولی اتفاقی که اینجا میفته، یعنی شما کلا اینتیجرها رو که وقتی داری تو هم دیگه میریزی، نکن بایت کم ارزشش 38 اومده اینجا ذخیره شده، بایت کم ارزشش اومده ذخیره شده. حالا یه سوالی، به نظرت اگر این 38 به جای 8 بیتی 16 بیتی بود، چه چیزی میومد اینجا ذخیره میشد؟ استاپ کن ویدیو رو بگو. خب معلومه دیگه، 2 تا بایت کم ارزشش میومد ذخیره میشد. الان فقط بایت کم ارزشش اومده ذخیره شده چون این 38 یه بایت. حالا تو خط بعدی چیکار کردم؟ می‌خواستم همینو یه بار دیگه هم ببینی. نکن 22 رو این دفعه گذاشتم منهای 556. یه نکته دیگه هم من بهتون بگم. نکن این نامبر فرمت رو من میذارم دیفالت. خب الان این منهای 56ه. بعد من اینجا کلیک میکنم، از این خط رد میشم. همونطور که می‌بینی مقدارش منهای 56 موند، منهای 556 نشد. چرا؟ چون شما اگه کلیک کنی یه جایی فریز میشه. بعد تغییر کردنش رو نمی‌بینی. الان هم کلا فریز شد دیگه. روی اینا کلیک نکن. خب فریز میشه دیگه، یه جوریه. کدو دوباره ریست میکنم، دوباره برگردیم به همون خطه تا ازش رد بشیم. خب الان ما تو خط 43 ایم. نکن مقدار این منهای 56ه. حالا از این خط رد میشم، مقدارش شد منهای 556. همونطور که میبینی الان مقدارش تغییر کرد، مقدار 22 شد منهای 556. حالا 38 چند شده؟ 38 شده منهای 44. چرا شده منهای 44؟ نکن ما 22 رو ریختیم توی 38
ولی مقدار CH شده منوی 44. چرا؟ چون منوی 556 توی CH جا نمیشه. حالا من میام تغییر میدم به هکس. چه اتفاقی افتاده؟ نکن بایت کم ارزش 22 دوباره اومده توی 38 ذخیره شده. اینجا چی رو میخواستم بهت بگم؟ اینجا اینو میخواستم بهت بگم که دوست عزیز وقتی که داری یک اینتیجر بزرگتر رو توی اینتیجر کوچیکتر ذخیره میکنی چه اتفاقی میفته؟ به اندازه بایت های کم ارزشش میاد توی ذخیره میشه. حالا اینجا چی رو میخواستم بهت بگم؟ اینجا میخواستم بهت بگم که متغیرهایی که ساینت هستند و یعنی منفی هستند و توی متغیرهای آن ساینت نلیز، اصلا یه نتیجه بدی میگیری. الان 22 و مقدارش منوی 556 دوباره ببریم تو حالت دیفالت که دسیمالش رو ببینی. 22 منوی 556. حالا اینو من ریختم توی AU32. از این خط رد میشیم. مقدار AU32 ببین چی شد. الان شما از این منوی 556 میفهمی؟ نه. حالا ببریم تو حالت هکس. شما چی میبینی؟ نکن وقتی این متغیر اینتیجر رو توی متغیر اینتیجر دیگه میریزی کلا همون منتقل میشه. FFFF DD4 FFFF DD4 همین منتقل میشه. ولی این یونت 32 تیه. این چیه؟ این اینت 32 تیه. این یه عدد منفی رو داره نشون میده، ولی این که عدد منفی رو نمیفهمه که اینو توش بریزی کلا یه چیز دیگه میفهمه، یه چیز دیگه نمایش داده میشه بهت. اعداد منفی و توی متغیرهایی که آن ساینت هستن و برای اعداد منفی نیستن ندیس، چون اتفاقی که میفته اینه که خود محتویات آدرس منتقل میشه و خب محتویات آدرس توی یک اینت 32 تی با یونت 32 تی مفهوم‌های متفاوتی داره. خب از این خط هم رد میشیم. الان دوباره میخوایم بریم یه سری آپراتورهای دیگه رو بررسی کنیم که همه شاید با این آپراتورها آشنا نباشن که چه کاری انجام میده. آپراتورهای پلاس پلاس و ماینس ماینس. پلاس پلاس اینکریمنت. اینکریمنت یعنی یکی اضافه کنی. ماینس ماینس دیکریمنت یعنی یکی کم کنی. مثلا من اینجا A رو گذاشتم 10. از این خط رد میشم. نکن الان A چنده؟ یه عددیه. حالا از این خط رد میشیم A میشه 10. حالا A هکس یعنی 10 دیگه. دوباره میام تو حالت دیفالت دسیمال که شما ببینید 10 شده. نکن الان A مقدارش 10. بعد می‌نویسی AU32 پلاس پلاس، بعدش هم یه سمیکالون. این یعنی چی؟ یعنی یکی به A اضافه میکنه. از این خط رد میشیم. A میشه 11. پلاس پلاس AU32 یعنی چی؟ این هم یه به A یکی اضافه میکنه. A میشه 12. پس پلاس پلاس یه عملگریه، یک آپریتوریه، جزء آریتمتیک آپریتور هاست. شما میتونی بعد از متغیر یا قبل از متغیر بذاری و در هر دو حالت به متغیر یه دونه اضافه میکنه. خب حالا فرقش چیه؟ فرقش رو اینجا میخوام بهت نشون بدم که چه فرقی اینا با هم دیگه دارن. نکن از این خط من رد میشم. دوباره مقدار A رو گذاشتم 10. حالا اینجا من نوشتم J مساویس با A پلاس پلاس. از این خط رد میشیم ببینیم J مقدارش چند میشه. الان A مقدارش 10. از این خط رد میشیم. J مقدارش شده 10. J مقدارش نشده 11. دوباره مقدار A رو کردم 10. میام خط بعدی. اینجا نوشتم J مساویس با پلاس پلاس A. نکن تو این خط نوشتم J مساویس با A پلاس پلاس. تو این خط نوشتم J مساویس با پلاس پلاس A. حالا از این خط رد میشیم. J مقدارش شد 11. نکن اینجا A 10 بود. J مقدارش هم شد 10. اینجا A 10 بود. J مقدارش شد 11. فرق پلاس پلاس با ماینس ماینس اینه. وقتی که این متغیری که بعدش پلاس پلاسه یا قبلش پلاس پلاسه در یک اکسپرشن دیگه ای استفاده شده باشه. الان این در چه اکسپرشنی استفاده شده؟ این در این اکسپرشن استفاده شده. در یک اکسپرشنی استفاده شده که عملگر اساینمنت داره. وقتی در یک اکسپرشن دیگه ای استفاده شده، اتفاقی که میفته اینه که اول از مقدار A استفاده میشه توی این اکسپرشن، بعدش به A یکی زیاد میشه. پس وقتی پلاس پلاس بعد از متغیر باشه، اول از مقدار متغیر استفاده میشه. مقدارش الان 10 بوده. اول 10 رو میریزه تو J، بعدش به A یکی زیاد میکنه. الان دوباره برگردیم از اول اجرا کنیم. دوباره برمیگردم به این خطه. نکن الان A مقدارش 12. دوباره میخوام برات اجرا کنم. از این خطه من رد میشم. A مقدارش میشه 10. از این خطه من رد بشم، اتفاقی که میفته اول مقدار A رو میریزه تو J، یعنی J مقدارش میشه 10، بعد به مقدار A یکی زیاد میکنه. نکن J الان مقدارش رو نگاه کن. J 239، A چند؟ A 10.
از این خط رد بشم اول مقدار A رو میریزه تو J، بعدش به A یکی زیاد میکنه. خب مقدار A 10 بود، ریخت تو J هم شده 10، بعد به A یکی زیاد کرد. حالا دوباره اینجا دوباره A رو کردم 10 که انگار مشابه هم باشه. A دوباره شده 10. حالا از این خط رد بشیم اول به مقدار A یکی زیاد میکنه، بعدش مقدار A رو میریزه تو J. از این خط رد بشیم هم J میشه 11 هم A میشه 11. خب نکن هم A شد 11 هم J شد 11. پس فرق پلاس پلاس قبل و بعدش هم فهمیدی. پلاس پلاس وقتی بعد از یک متغیر بیاد اول از مقدار متغیر استفاده میکنه، یعنی اینجا مثلا مقدار متغیر رو میذاره تو J، بعدش A رو یکی زیاد میکنه. وقتی پلاس پلاس قبل از متغیر بیاد اول به مقدار متغیر A یکی زیاد میکنه، بعدش مقدارش رو میریزه تو J. اینم از پلاس پلاس. حالا ماینس ماینس چیه؟ ماینس ماینس هم دقیقاً مثل پلاس پلاسه، فقط ماینس ماینس یکی کم میکنه، پلاس پلاس یکی زیاد میکنه. آخرین اپراتوری که میخوایم بررسی کنیم از آریتمتیک اپراتورها اپراتور درصده. اولین نکته که حواست باشه اینه که اپراتور درصد مال اینتیجر هاست، مال فلوت ها اصلا نیست. حالا درصد چیه؟ درصد باقی مانده تقسیمه. الان 10% 3 چی میشه؟ باقی مانده تقسیم 10 تقسیم 3 چی میشه؟ میشه 1. این اکسپرشن مقدارش میشه 1. 1 میاد توی A ذخیره میشه. از این خط رد میشیم، مقدار A شد 1. برمیگردم تو بخش کدنویسی. خب برگردیم یکم راجع به متغیرها صحبت کنیم. این انواع متغیری که من اینجا بهتون معرفی کردم بهش میگن فیکس ویدث دیتا تایپ. دیتا تایپ های اینتیجری که ارزشون مشخصه و اینها انواع متغیر اصلی تو زبان سی نیستن، یعنی اینا مال خود زبان سی نیستن، متغیرهای اصلی نیستن. حالا متغیرهای اصلی چی هن؟ اینو الان بهتون میگم. داکیومنت گنوسی رفرنس مانیول رو بعدا بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. الان فعلا میخوام دیتا تایپ ها رو بهتون بگم. این کنار سمت چپ میاد تو بخش دیتا تایپ. اینجا پریمیتیو دیتا تایپ ها رو گفته که خودشون تقسیم بندی میشن به اینتیجر دیتا تایپ ها و ریل نامبر دیتا تایپ ها. حالا پریمیتیو دیتا تایپ یعنی دیتا تایپ های اولیه. حالا اینتیجر دیتا تایپ ها چه چیزهایی هستند؟ سایند کر رو داریم. کر یعنی اینتیجری که 8 بیتیه، 1 بایته. حالا سایند کر یعنی 8 بیتی که علامت داره، میشه اینت 8 تی. آن سایند کر میشه 8 بیتی که بدون علامت، میشه یو اینت 8 تی. کر میشه 8 بیتی که حالا تو یک سیستم ممکنه علامت دار باشه، ممکنه بدون علامت باشه. توی سیستم ما بدون علامته و معمولا هم برای اسکی کاراکترها استفاده میشه که حالا تو بخش خودش راجبش صحبت میکنیم. شورت اینت میشه 16 بیتی علامت دار. unsigned short int میشه 16 بیتی بدون علامت. short int میشه int 16 تی. unsigned short int میشه u int 16 تی. int میشه 32 بیتی علامت دار. unsigned int میشه 32 بیتی بدون علامت. int میشه int 32 تی. unsigned int هم میشه u int 32 تی. حالا لانگ اینت هم بازم میشه 32 بیتی علامت دار، یعنی مثل اینت میشه. unsigned long int هم میشه 32 بیتی بدون علامت، یعنی unsigned long int مشابه unsigned int میشه u int 32 تی. بعد میریم پایینتر. long int یعنی 64 بیتی علامت دار. unsigned long int یعنی 64 بیتی بدون علامت. نکته اول من بهتون گفتم اون دیتا تایپ هایی که توی نرم افزار راجبش صحبت کردیم، توی کیوبایدی راجبش صحبت کردیم، اونا فیکس ویدثن، یعنی ارزششون مشخصه. مگه اینا ارزششون نامشخصه؟ بله تقریبا یه جورایی. توی بعضی سیستم ها، توی بعضی از کامپایلرها، برای بعضی از تارگت ها اینت ممکنه به جای اینکه 32 بیتی باشه 16 بیتی باشه، ممکنه. البته برای ما 32 بیتی ها، به همین خاطر اینها فیکس ویدث نیستن، اونا فیکس ویدث هستن. حالا راجع به این صحبت کنیم که خب اینا از کجا اومدن. الان یو اینت 8 تی از کجا اومده اگر دیتا تایپ اصلی نیست؟ نکن اینا داره به جای اینا داره استفاده میشه، ما از اینا استفاده نمی کنیم، به جاش اونا هستند. حالا اینا چجوری به وجود اومدن؟ برای که ببینید اینا چجوری به وجود اومدن باید با تایپ دف آشنا بشید. تایپ دف برای تعریف یک نوع متغیر جدید استفاده میشه. بعد از تایپ دف یه فاصله میذاری، بعد نوع قبلی رو مینویسی، بعد نوع جدیدتو مینویسی. مثلا من یک نوع جدیدی میخوام تعریفش کنم، اسمشو میذارم مای 32. برای اینکه همه هم بفهمن این یک نوع متغیره، میتونی بعدش تی بذاری یا بعدش تایپ بذاری یا بعدش تایپ دف بذاری. تایپ دف نوع قبلی، نوع جدید.
الان my pseudo underline type def یک نوع جدید متغیره که در حقیقت همین یونیت سیودویتیه. شما برای یک تعریف یک نوع جدید متغیر از این روش استفاده میکنی. حالا من با استفاده از این میتونم متغیر تعریف کنم. مثلا یه متغیر تعریف میکنم اسمش بذارم یو. الان یو نوعش چیه؟ ما یو سیودو تایپ دفه. ما یو سیودو تایپ دف نوعش چیه؟ یونیت سیودویتیه. با استفاده از تایپ دف شما میتونی یک نوع جدید متغیر تعریف کنی. چجوری سینتکسش؟ تایپ دف یه فاصله، نوع قبلی یه فاصله، نوع جدید سمیکالون. این متغیرهای یونیت سیودویتی و اینت سیودویتی و اینت هشتتی و اینا هم همینجوری به وجود اومدن. حالا تایپ دفاش کجاست؟ تو این فایل stdint.h که اینجا هست. اولا اینکلود چیه؟ نکن اینکلود یعنی اینکه این فایل .h کل محتویاتش میاد اینجا پیست میشه، تو همین خط پیست میشه. حالا توی پری پروسسور که بررسی کنیم کاملا باهاش آشنا میشه. الان فعلا فقط میخوام بهت بگم این متغیرهای فیکس ویتس دیتا تایپ از کجا میان. نکن یه لحظه من دوش نگه دارم، شما میبینی که نوشته تایپ دف یونیت سیودویتی آندرلاین یونیت سیودویتی. حالا برای اینکه بریم ببینیم شما روش کلیک راست میکنی، اوپن دکلریشن رو میزنی، میریم جایی که این یونیت سیودویتی دیفاین شده. خب الان اومدیم اینجا توی این فایل underline.stdint.h نکن تایپ دف نوع قبلی نوع جدید یونیت سیودویتی که ما استفاده میکنیم در حقیقت اینه. حالا این خودش چیه؟ دوباره روش کلیک میکنی اوپن دکلریشن رو میزنی، این خودش اینه. حالا این دوباره یه تایپ دف نوع قبلی نوع جدید. این نوع چیه؟ دوباره روی این کلیک میکنی اوپن دکلریشن رو میزنی، ولی جایی نمیریم. چرا؟ روش یه لحظه نگهدار، نوشته long unsigned int. این long unsigned int روش نگهداری میبینی long unsigned int. حالا چرا نمیتونیم ببینیمش؟ دلیلش اینه که این پریدیفاینده، این آبیه پریدیفاینده. حالا پریدیفاین یعنی چی؟ یعنی این تو خود کامپایلره که تعریف شده. الان این فایل stdint.h که ما توش هستیم اینا که کامپایلر نیستن که، اینا فایلیه که اینجا اضافه شده، ولی این تو خود کامپایلر دیفاین شده. پس یاد گرفتی که این نوعهای فیکس ویتس دیتا تایپ برای چی هستند و نوعهای اصلی متغیرهای اینتیجر در زبان سی چی هستند، و یاد گرفتی که چطوری با استفاده از تایپ دف اینها ساخته شدن. نکن همه اینها یه سری تایپ دف دارن توی این فایل stdint.h که حالا مثل همه دیگه دیدیشون. چی تایپ دف شدن؟ مثلا یونیت سیودویتی unsigned long int تایپ دف شده، میتونستم unsigned int باشه. بقیه سایر فیکس ویتس دیتا تایپ ها هم از همین ها به دست اومدن. خب این یه نکته دیگه هم که میخواستم بررسیش کنم راجع به implicit type conversionه. نکن یه جمع‌بندی میخوام بکنم که این تو ذهنت ثبت بشه. ما یک اکسپرشنی داریم که با استفاده از این آپریتورهای ضرب و تقسیم و جمع و تفریق و درصد، یه اکسپرشن طرف چپشه، یه اکسپرشن طرف راستشه. تو این مربع هم یکی از این آپریتورها قرار میگیره. بعد کل این یه اکسپرشنیه. ما گفتیم حالا نوع این اکسپرشن چیه؟ نوع این اکسپرشن بزرگه، یعنی این کلن این نوع یا اینه واید ترش. حالا چه نوعی واید تره؟ نکن از پایین به بالا واید تر میشه. یو اینت هشتتی از اینت هشتتی واید تره. مثلا اگر یه طرفش یو اینت هشتتی باشه یه طرفش اینت هشتتی باشه، با توجه به اینکه یو اینت هشتتی واید تره نوع این اکسپرشن میشه یو اینت هشتتی. یا مثلا یه طرفش یو اینت سیودویتی باشه یه طرفش اینت هشتتی باشه، با توجه به اینکه یو اینت سیودویتی واید تره نوع اکسپرشن کلی میشه یو اینت سیودویتی. خب دبل دیگه از همه واید تره دیگه. نکن از پایین به بالا بریم واید تر میشه، پهن تر میشه. اینو یه نگاش بکنی میفهمی اصلا چه داستانیه. اول اینتیجره، بعد یو اینت، خب بعدش هم 8 و 16 و 32 و 64، بعدش هم فلوت و دبل. حالا راجع به اساینمنت اینجوریه که اکسپرشن اساینمنت یعنی کل این نوعش میشه نوع این اکسپرشنه. برای اینها میشد نوع این یا این هر کدوم واید تره.